بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم سه‌شنبه دیگه و برنامه آن روی سکه، برنامه‌ای که در آن با آن روی سکه دین فروشان و مذهب فروشان رافضی آشنا می شوید. کسانی که با توسل به زور و زر و تزویر در پی بدنامی اسلام و دور کردن مسلمانان از اسلام ناب محمدی هستند. در عجبیم که با این اهداف شومشان از اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان ماسکی استفاده می کنند و به نام محبت اهل بیت و به نام محبت علی و فاطمه و حسن و حسین دارن مردم رو فریب میدن، مال مردم رو به نام خمس میدزدن، با ناموس مردم به نام صیغه بازی میکنن و هر عمل زشتی رو که انجام بدهند بهانه‌شون همینه که ما پیروان اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. در کتاب‌هاشون هرچه دروغ و بهتان هست به اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت دادند. هر عمل زشتی رو که انجام دادن دلیل و برهانی ساختن از اقوال امام جعفر صادق و محمد باقر و حسن و حسین و علی برای اینکه این اعمال زشت خودشون رو توجیه کنند. در این برنامه شما با آن روی سکه این مذهب ساخته عبدالله ابن سبع یهودی آشنا خواهید شد. همونطوری که میدانید در این برنامه تازه ترین کلیپ هایی رو که در شبکه آماده شده خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. اولین کلیپ این برنامه کلیپ شماره 495 هست. آخوند رافضی میگوید به امامان معصوم پناه ببرید. الله سبحانه و تعالی میگه که به ما پناه ببرید، به ذات اقدس الهی پناه ببرید، اما آخوند رافضی چون در پی فرستادن انسانها و مسلمانها به جهنم هست میگه که نه، به معصومین پناه ببرید. با همین کلیپ رو میبینیم، کلیپ شماره 495 و طبق معمول بعد از پخش یکی دو کلیپ انشاءالله تماسهای شما عزیزان را خواهیم گرفت که در مورد این کلیپ هایی که پخش شده صحبت خواهید کرد. با هم کلیپ شماره 495 رو میبینیم. آخوند رافضی میگوید به امامان معصوم پناه ببرید. در مقابل این مخاطرات امامی که کهف حسینه در قرآن دیدید، این درسی است که به ما میده. وقتی این قوم رشید رو، اصحاب کهف رو نام میبره، میفرماد که فعفو الی الکهف، وقتی شما حساب خودتون رو از مشرکین جدا کردید و تصمیم گرفتید راه خدا رو بگیرید، پناه ببرید به کهف. اون کهف حقیقی که
و کهف الورا وجود مقدس معصومین هستند. اون کهف حقیقی که و کهف الورا وجود مقدس معصومین هستند. امت‌هایی که پیامبرانشان را تکذیب کردند و آیات الله را انکار نمودند، الله متعال آنان را به فقر و بیماری و آفت و مصیبت گرفتار نمود تا شاید به درگاه او فروتنی و زاری کنند و به هنگام سختی ها به الله پناه آورند، چنان که می‌فرماید: ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. در حقیقت بر امتهایی که پیش از تو بودند پیامبرانی فرستادیم و آنان را به سختی‌ها و آفت‌ها دچار کردیم، باشد که به سوی ما زاری کنند. بنابراین مسلمان باید در تمام زندگی خود رو به الله نماید و به او پناه ببرد و به او تکیه کند. چرا به الله پناه ببریم؟ به این دلیل که شیطان بر کسانی که ایمان می آورند و بر پروردگارشان توکل و تکیه می کنند تسلط نخواهد داشت. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. بیگمان شیطان بر کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکل می نمایند هیچ گونه تسلطی ندارد. سلطه او تنها بر کسانی است که او را به دوستی میگیرند و بر کسانی است که آنها به او شرک می‌ورزند. و در کتاب رجال کشی صفحه 111 از خالد کابلی روایت شده است که میگفت: از علی ابن الحسن امام زین العابدین علیه السلام شنیدم که فرمود: همانا یهود عزیر را دوست داشتند تا اینکه درباره او گفتند آنچه که گفتند، پس نه عزیر از ایشان است و نه ایشان از عزیرند. و مسیحیان عیسی را دوست داشتند تا اینکه درباره او گفتند آنچه که گفتند، پس نه عیسی از ایشان است و نه ایشان از عیسی. ما اهل بیت نیز بر چنین سنتی هستیم. همانا به زودی گروهی از شیعیان ما را دوست خواهند داشت تا اینکه درباره ما بگویند آنچه یهود درباره عزیر و نصارا درباره عیسی مدعی شدند، پس نه ایشان از ما هستند و نه ما از ایشان. این فرمایش علی ابن الحسین رحمه الله سنگیست به دهان آخوندان غالی که آن بزرگواران را به مقام الوهیت رسانده و مردم بیچاره و بیخبر را به شرک و کفر آلوده نموده اند. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. کلیپ بعدی که خدمت شما ایزان تقدیم می‌کنیم کلیپ شماره 496 هست که یک آخوند رافضی میگه که دست علی دست خداست. با هم این کلیپ رو می‌بینیم و انشاءالله بعد از پخش این کلیپ تماس‌های شما ایزان رو خواهیم داشت. آخوند قزوینی: دست علی دست خداست. ولی من همین رو متوجه شدم که گفتن که بعضی از اشعاری که این خواهرمون خواند اگر دست علی دست خدا نیست
چرا دست دیگر مشکل گشا نیست. اینها خواهر عزیزم، برادر عزیزم، ما اینها رو غلو نمیدانیم. اینها خب یدالله فوق ایدیهم، ائمه علیهم السلام را ما مظهر اسمای الهی ما میدانیم. حالا وهابیا بخوان قبول بکنن یا قبول نکنن. بینندگان گرامی، رافضیان غلو را به اندازه‌ای رساندند که ائمه بزرگوار را خدایانی دیگر میپندارند و میگویند اگر دست علی دست خدا نیست، چرا دست دیگر حاجت روا نیست؟ جای تعجب اینجاست که این عده معتقد به عصمت 14 نفر هستند و از هزاران امامزاده حاجت میخواهند. آیا همه این افراد دست علی هستند؟ اگر جز دست علی حاجت روا نیست، چرا بر مزار صدها هزار امامزاده می روند؟ و یا اینکه همه این دستها دست علی هست و دست علی هم دست خدا؟ آیا کسی می تواند این معما را برای ما حل کند؟ این آخوند برای توجیه این غلو و افراد می گوید ائمه مظهر اسماء الله هستند و یا به عبارت دیگر خدایان دیگری هستند که تمام صفات الهی را دارا می باشند. به همین دلیل برای توجیه این نکته آیه یدالله فوق ایدیهم را ذکر می کند، چرا که معتقد است ائمه دستهای الله عزوجل می باشند. پس با وجود 100,000 امامزاده باید گفت الله عزوجل صدها هزار دست دارد. پروردگار پاک و منزه است و بسی برتر و بزرگتر از آنچه میگویند. یه تفاسیر رو میارن که نه خدا گفته نه پیغمبر، تو هیچ قوطی عطاری نیست. خب این مباحثی رو که از باد شکم هر چی بیاد بالا بگن که اینا منطقی نیست. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. این دوتا کلیپ رو دیدیم که کلیپ اولی آخوند رافضی میگفت که به امامان معصوم پناه ببرید و کلیپ دومی هم که غلو در مورد ائمه اهل بیت و سید و سردار اهل بیت بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علی مرتضی رضی الله تعالی عنه بود. دوستان عزیزمون در اتاق فرمان انشالله شماره تلفن برنامه رو زیرنویس خواهند کرد. تذکر همیشگی ما در این برنامه خدمت بینندگان فهیمی که تماس میگیرن اینه که لطف کنید موقعی که تماستون برقرار میشه صدای گیرنده رو کاملا ببندید و از طریق گوشی تلفن با ما صحبت بکنید، چون به دلیل تأخیر در رسیدن صدا از طریق تلویزیون سبب میشه که ما نتونیم صدای گرم شما عزیزان رو به شکل صحیح و درست داشته باشیم و مجبوریم که تماساتون رو قطع بکنیم. دوستان عزیزی که ایمیل فرستادند، برادرمون احمد نوشتن که با سلام و خسته نباشید و تبریک شروع برنامه‌های زنده شبکه. این دومین نامه‌ای است که خدمتتان ارسال می‌نمایم. تشکر فراوان از برنامه بسیار ارزشمندتان. فرمودن که برادر انصاری عزیز خواهش میکنم برنامه استاد عبدالقدوس دهخان را همچنان ادامه دهید. باور بفرمایید بنده کمتر عالمی را دیدم که چنین کارشناسانه از اسلام دفاع کنند. خدا به شما و ایشان قوت و قدرت روزافزون و سلامتی و توفیق بیشتر عنایت فرماید. نوشتن که برنامه مثل منهاج السنه و شرح عقیده طحاویه و همین برنامه امامت در اصول کافی بسیار
برنامه آگاهی بخش است و حتی در امروزه حیاتی ترین برنامه می باشد تا ما شیعیان بیشتر به کنه عقاید خود پی ببریم. انشاءالله خداوند به شما پاداشی در خور عنایت فرماید. آمین. برادر بزرگوار لطفاً بفرمایید بنده چگونه میتوان برنامه اول امامت در قرآن کریم به کارشناسی استاد عبدالقدوس دهقان که خداوند ایشان را حفظ فرماید و جناب عالی را به دست آورم، آیا امکانش هست که مجدداً آن را با اعلام قبلی پخش فرمایید؟ دوستان عزیز اگر لطف کنن شماره تلفن برنامه رو عوض بکنن ممنون میشم، چون که مثل اینکه شماره قبلی رو بلاک کردن. در مورد برنامه ها انشاءالله ما سعی خواهیم کرد که به زودی برنامه های شبکه رو در یوتیوب و در سایت شبکه بذاریم تا دوستانی که نتونستن این برنامه ها رو در موقع پخش زنده و همچنین در موقع تکرار برنامه ببینند بتونن که این برنامه رو از اونجا دریافت بکنن. همچنین شما از طریق سایت شبکه جهانی وصال حق میتونید اوقات پخش برنامه‌های زنده و اوقات تکرار برنامه‌ها رو از اونجا یادداشت بکنید. البته در طول این هفته یک سری تغییراتی در اوقات پخش برنامه‌ها اومده. بعضی از برنامه‌ها البته میزگرد هفته و برنامه منهاج سنت جاشون عوض شده. دوستان عزیز میتونن از طریق سایت شبکه انشاءالله دریافت بکنن اوقات پخش برنامه رو که دوستان عزیز در اتاق فرمان اگر لطف کنن بتونن این صفحه رو نشون بدن. این صفحه سایت شبکه هست که در این صفحه شما عزیزان میتونید بله این صفحه سایت شبکه و اینم هر روزی رو که دوست دارید میتونید. امروز سه‌شنبه این لیست برنامه هاست که به وقت مکه مکرمه، دوشنبه کابل و تهران در اینجا اعلان میشه. تشکر میکنم از دوستان عزیزمون در اتاق فرمان. بله سلام علیکم. سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام علیکم بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید من صدای تلویزیون کم میکنم یک لحظه. بفرمایید. خوب هستید؟ خسته نباشید آقا. سلامت باشید. من از برنامه شما خیلی خوشحالم. واقعا برنامه خیلی جالب و واقعا برنامه اسلامی هستش که ما از قدیم ملت ایران دنبال همچین برنامه‌ای هستن. ای کاش بتونید وضعیت برنامه‌هاتون رو یه مقدار از لحاظ ساعت و وقت و فلان و بهمان یه مقدار تنظیم‌تر بکنید که انشالله که ما در اروپا بتونیم بایتون بهتر تماس بگیریم. من اولین باری که با تلویزیونتون دارم تماس میگیرم. زنده باشید. بفرمایید. بزرگترین این دو تا کلیپی که ما الان دیدیم این بار اول نیست که ما از اینا همچین چیزایی رو مشاهده میکنیم. درست. عرضم بزرگتون اینا با زور خودشون رو میخوان وارد دین بکنن. درست. یعنی چیزی که نه در قرآن هستش و نه در سنت رسول اکرم و این چیزایی که اینا میگن اصلا در سنت حضرت علی و امام حسین و امام حسن و عرضم بزرگ پیامبر اصلا نبوده و نیست. درست. کاملا درست. اینا عرضم بزرگتون شدیداً با آیات قرآن دارن مبارزه میکنن. بله. اینا فکر کنم از همون نتیجه افراد عبدالله بن سبا و خراز و فلان و بهمان، همین کسانی که حضرت عمر رو کشتند رضی الله عنه، همین بی ایمانان بودن که آمدن حضرت عثمان رو کشتند و عرضم به حضورتون تفرقه ایجاد کردن ما بین مسلمان ها و همین بی ایمانا بودن که واقعا حضرت علی رضی الله عنه و حضرت حسین سید الشهدا را به شهادت رساندن. بله. عرضم به حضورتون در مورد اسماء الحسنا این آقای آخوند اشارتی کرد که گفت اسماء الحسنا مربوط به نمیدونم به حضرت علی رضی الله عنه هستش. بله.
من حدوداً کلیه اسمای خداوند رحمان و من در آوردم، اینا رو تبدیل به یک شعر کردم که بتونن هر مسلمانی که بتونه اینا رو تقریبا بتونه حاضر بکنه، چون حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یک حدیثی داره که میفرماید این لله 99 اسما 100 الا واحده من اعصاها دخل الجنه و هو الوتر يحب الوتر. الان میخوام یه مقدار واسطن اینا رو بخوانم، اگه اشکال نداشته باشه سریع میگذارم. بسیار خوب، شما چند بیتشو بخونید و اگر لطف بکنید این شعر رو برای ما ارسال بکنید از طریق ایمیل برنامه که انشالله تبدیل به یک کلیپ زیبا بشه. بله من الان واسطون میخوانم انشالله، بعد حتما اگر ایمیل رو واسم چیز بکنید من حتما با ایمیلم همه رو نوشتم واسطون میفرستم. هر 99 اسم الله سبحانه و تعالی هستش. درست. ایمیل برنامه زیرنویس شده زیر همین شماره تلفنی که ملاحظه میفرمایید رو صفحه تلویزیون. بله الان اول واسطون میخونم بعدم میرم سریعا واسطون میفرستم. بسیار خوب بفرمایید. يا رحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار يا متكبر الخالق الباري المصور الوهاب الرزاق الفتاح القهار الغفار يا حليم القابض الباسط الخافض الرافع المقدم المؤخر الأول الآخر يا معز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الباطن الظاهر يا خبير العليم العظيم الشكور العلي الكبير الحفيظ الحق الوكيل يا مغيث الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود الحسيب الكريم الجليل يا مجيد القوي المتين الولي الحميد المحيص المبدئ الباعث الشهيد يا مانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد يا معيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الأحد الصمد الغفور يا قادر المقتدر الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الرؤوف الصبور يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام الماجد يا مقسط الجامع العفو الغني المغني الواجد الله أكبر لا إله إلا الله. عرضم بزرگترین هر 99 اسم الله سبحانه و تعالی هستش که انشاءالله بعد از یکی دو ساعت دیگه واسطون ایمیل میکنم. تشکر از شما. جزاک الله خیر برادر عزیز. زنده باشید. خدا نگهدارتون. تشکر از شما. بله سلام علیکم بفرمایید. سلامت باشید بیننده گرامی. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من عبدالله هستم از زاهدان بزنید. آقا عبدالله از زاهدان بفرمایید برادر عزیز. سلام خسته نباشید. سلامت باشید. حال شما خوبه؟ زنده باشید برادر عزیز. بفرمایید. سوالی داشتم خدمتتون. در مورد برنامه اگر هست بفرمایید. اگر سوالات شرعی است در روز دوشنبه در برنامه پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید بهتر. یعنی سوالمو نفرمایند در مورد برنامه نه سوالا. سعی کنید که در هر برنامه سوالات مرتبط با برنامه رو بپرسید. جناب شیخ عبدالقدوس دهقان روزهای دوشنبه برنامه زنده پرسش و پاسخ ساعت 7:30 به وقت تهران پخش میشه. در این برنامه ان شاءالله سوالتون رو مطرح کنید، ایشون جواب میدن. باشه دستتون. تشکر از شما برادر عزیز. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام قسمت خدا بر شما برادر گرامی. سلام بر شما خواهر عزیز بفرمایید. برادر گرامی عزیز یک پیشنهاد دارم. بفرمایید. بخیر سال نو خورشیدیان به پیش است. پیشنهاد من است که میخوایم از طرف خود یک جمهوری اسلامی ایران، چرا جمهوری اسلامی ایران بگوییم؟ درست. بخاطر که منطقه را به فشار کشیدن، قتل عام میکنه مردم. چرا جمهوری شرکسازی نامش امسال بخیر به مثال نو نامش جمهوری شرکسازی بگذاریم و در فحشا درجه اول هستند. بخاطر که فحشای علمای ازیا کل جهان را گرفته یک مسابقه برگزار کنیم که فحشای
علمای سنت هم بگذاریم که وقتی فحشا میتن وقتی رحمت میفرستن، اما این وقتی فحشا میفرستن برای ام المؤمنین، برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم که به نام اهل بیت، به نام علی داخل شدن و مردم را گمراه کردن و علی را خدا نخواستد نعوذ بالله خاکا به دهنن که اونا را یک بچه فیلم بازی میکنن، مردم فریب میتن. درست. نمیشه دیگه جمهوری اسلامی اگر ما شما بگوییم یک گناه میکنیم، یک جرم میکنیم. برای همه شبکه‌های اسلامی یک ذره بی‌سواد هستم، اما سلامت رحمت خدا میگم میرسانم که بعد از این سال نو جمهوری شرکسازی ایران. درست. تشکر از شما خواهر گرامی. تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا امرار و پشت پناه تو، درود خدا برتان. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر از خواهر گرامی. امیدواریم که ما باید سعی بکنیم که این اصطلاحات رو جا بندازیم در بین مردم. واقعا این جمهوری نه جمهوری است و نه اسلامی. و حتی دشمنان اسلام وقتی بخوان که اسلام رو بدنام بکنن، خاصا در شبکه‌های BBC و صدای آمریکا، وقتی جرم و جنایت این نظام رو بازگو میکنن، میگن که بله نظام اسلامی ایران، جمهوری اسلامی ایران، تا اینطوری القا بکنن به بیننده ها که بله این اسلام است که داره این جنایات رو انجام میده، این مسلمان ها هستن که این جنایات رو دارن انجام میدن. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله بفرمایید. حال شما خدای انصاری. سلامت باشید بیننده گرامی. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ عبدالله هستم از کردستان. بفرمایید آقا عبدالله. یه بار آیه قزوینی در جواب کسی که از اون میپرسید چرا حضرت علی غیر از خدا کسی را به فریاد نمیخواند و به هیچ کسی تبسم نمیکرد و چرا ما مثل حضرت علی این کار نکنیم؟ ایشون در جواب این آقا میدونی چی گفت؟ بله گفت چی؟ حضرت علی خودش به خدا رسیده بود و نیازی نداشت که به کسی دیگری توسل کنه. سبحان الله. و دیگر ائمه هم همینطور، یعنی ائمه هم به کسی توسل نمیکردن. حالا من یه سوال برام پیش اومده، وقتی که حضرت علی نه خودش و نه فرزندانش از کسی غیر از الله کمک نمیخواستن و نه توصیه هم کردن، حضرت علی هیچ وقت نگفتی که توسل کنید به غیر از خدا. بله. ببخشید من یکم دست باشم. خواهش میکنم و بفرمایید. حالا آیه قزوینی باید دارید که توسل به غیر خدا را جایز میدونه و فریاد به غیر خدا را جایز میدونه و این بارگاه درست کردن و زیارت قبور به قصد تقرب به خدا. من این سوال واسم پیش اومده، شاید واسه بسیاری از کسانی که این عقیده رو دارن این سوال واسهشون پیش اومده باشه. درست باشه، چشم، در این مورد صحبت خواهیم کرد. تشکر از شما برادر عزیز. زنده باشید، خدا نگهدار شما. بله، در مورد توسل ببینید، من الان از سایت خودشون، دوستان عزیز در اتاق فرمان اگر لطف کنن این تصویر رو نشون بدن. این سایت در سایت القدیر خطبه 109 از سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه و علیه السلام است که در این خطبه ایشون میان به ما روش توسل رو یاد میدن. شاید که این بیش از 50-60 مرتبه است که من این خطبه رو نشون میدم. حتی چند روز قبل یکی از علمای شیعه زنگ زده بودن به تلفن روابط عمومی شبکه در مورد توسل و اینکه شما چرا ما شیعیان رو متهم میکنید به شرک. گفتیم خب شما خودتون رو شیعه علی میگید، پیروی از قرآن رو بذارید کنار. از قرآن شما بسیار بدورید. البته منظورم اون برادران و خواهران شیعه نیست که با قرآن آشنا هستن، منظور این روحانیون آخوندهایی هستن که نه در حوزه علمیشون قرآن میخونن و نه به قرآن توجه دارن و نه اهتمام دارن در حفظ قرآن و عمل به قرآن. قرآن رو میذاریم کنار. شما میگید که شیعه علی هستید. در نهج البلاغه کتابی هست که همتون قبولش دارید. یکی میگه اخو القرآن، یکی میگه اخت القرآن، و تا الان کسی نیومده که رد بکنه این کتاب رو و جرأت رد کردنش هم نداره. اما یه کار میکنن، پنهان میکنن این کتاب رو از مردم. این خطبه رو بیاید با هم میخونیم
که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در این خطبه چه می‌فرمایند. ایشون در این خطبه می‌فرمایند که بهترین چیزی که توسل جویندگان به خدای سبحان بدان توسل می‌جوید ایمان به او و به پیامبر او و جهاد است در راه او، زیرا جهاد رکن اعلای اسلام است و کلمه توحید است که در فطرت و جبلت هر انسانی است و بر پای داشتن نماز است که نشان ملت مسلمان است و دادن زکات است که فریضه است واجب و روزه ماه رمضان است که نگهدارنده آدمی است از عذاب خدای و حج خانه خداست و به جای آوردن عمره آن است که فقر را می‌زداید و گناه را می‌شوید و صله رحم است که موجب افزایش مال است و واپس افکننده اجل است و صدقه نهان است که خطاها را می‌پوشاند و صدقه آشکار است که مرگ ناگهانی را باز دارد و انجام دادن کارهای نیک است که آدمی را از لغزیدن در خاری‌ها نگه دارد. خدا را یاد کنید و بشتابید که بهترین یادهاست و به رغبت بخواهید آنچه را که پرهیزگاران را وعده داده که وعده‌اش راستترین وعده هاست و از راهنمودهای پیامبرتان پیروی کنید که نیکوترین راهنمودهاست و به سنت او رفتار نمایید که راهنماینده ترین سنت هاست و قرآن را بیاموزید که بهترین سخن است و آن را نیک بفهمید که بهار دل هاست و به پرتو آن شفا جویید که شفای سینه هاست و نیکو تلاوتش کنید که نافع ترین گفتار هاست. عالمی که نه به علم خود عمل کند جاهل سرگشته بیش نیست که از خواب جهل دیده فرا نمی کند، بلکه حجت بر او قوی تر است و شایسته تر است که حسرت خورد، زیرا در نزد خدا سرزنش او افزون تر است. این خطبه کلا میاد چیزایی رو که انسان باید به اون متوسل بشه. ما اهل سنت یا به قول آقایون وهابیا یا سلفیا متوسل رو قبول داریم، اما توسل مشروع رو، توسل نامشروعی که اونا امروز به خاطر گرم کردن بازارشون دارن تبلیغ میکنن ما اونو قبول نداریم. چرا میگن که به ائمه توسل بکنید؟ چون که بازار قم و نجف و کاظمین و سامرا و شابدالعظیم و 18,000 امامزاده‌ای که در ایران درست کردن بازار اینا رو گرم بکنن و شما هم برید اونجا پول بندازید و این پولا رو اینا بگیرن برای خودشون، مثل آتلا مکارم شیرازی کارخونه شکر بزنن، برای خودشون مثل آخوندهای دیگری که در اقصا نقاط دنیا ببینید که کارخونه ها دارن، بزنس ها دارن، تجارت خونه ها برای خودشون درست کردن از پول همین ملت بیچاره. و هرچه این ملت در جهل و نادانی و فلاکت بیشتری زندگی بکنه بیشتر متوسل میشه به شاه عبدالعظیم. شما شاید به کشورهای پیشرفته رفته باشین، به کشورهایی که مشکلات اقتصادی ندارن، مثل حالا ما اروپا و آمریکا نه، عربستان، کویت، امارات، کشورهایی که دور و بر ایران هست. در این جوامع نه امام است و نه امامزاده، چون مردم بیشتر مردم، بیش از 90% مردم در رفاه و آسایش زندگی میکنه. نه مبتلا به بیماری میشه که لا علاج باشه، پولشو نداشته باشه که بره در بیمارستان‌ها علاج بکنه، مثل اون برادران و خواهران ما که آخوندها در جهل اینا رو نگه داشتن. وقتی که بیمار بشه چون پول درمان نداره مجبوره که بره همون 4 تومنی هم که داره بندازه تو شاه عبدالعظیم و حضرت معصومه و امام رضا و یا بره کربلا و نجف. اینا مردم رو همینطوری در فقر و بدبختی و فلاکت نگه میدارن تا جیبای خودشونو پر بکنن. اگر این حرف قزوینی درست باشه، پس حضرت علی نعوذ بالله اومده اینجا دروغ گفته به مردم. خب باید در اینجا در این خطبه 109 دوستان یک مرتبه دیگه نشون بدن، باید در این خطبه میگفت که ان افضل ما توسل به المتوسلون من توسل الى علی ابن ابی طالب او الى ائمه 12. میگه نه، به الله متوسل بشید. بهترین چیز چیه؟ ایمان به الله و به رسولش. ایمان به الله یعنی ایمان به اسماء الله سبحانه و تعالی، همون اسماء اللهی که برادر عزیزمون از اروپا که زنگ زده بودن خوندن چند بیت از شعری که زیبایی که درست کرده بودن با این اسماء الله. بگید یا رحمان،
یا قهار یا غفور، همین اسماء اللهی که در قرآن کریم و در سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ذکر شده، این بهترین توسلی است که شما به اون بکنید. بعد از اون انسان متوسل میشه به ایمانش، به اعمال شایستهش. اینجا چرا جهاد رو ذکر میکنه، نماز رو ذکر میکنه، روزه رو ذکر میکنه، حج بیت الله رو ذکر میکنه؟ چون همه این عبادت ها به عنوان پاک کننده گناهان ما در قرآن کریم و در سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ذکر شده. الله سبحانه و تعالی مثلا یک نمونه حج رو برای ما فرض کرده. هر انسانی که حجی انجام بده، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که رجع کیوم ولدته امه، طوری برمیگرده به خانه و زندگیش مانند اون روزی که تازه از مادر متولد شده. وقتی انسانی که تازه از مادر متولد شده باشه، ببینید وقتی شما بچه دار میشید، این طفل شیرخوار نه قدرت داره که بره کار بکنه، نه قدرت داره که بره برای خودش روزی کسب بکنه، نه زبان میفهمه، نه عقل و شعورش میرسه که مثلا کارمندی بشه یا بره جای مشغول وظیفه‌ای بشه که براش رزق و روزی بده. ببینید خداوند الله سبحانه و تعالی پدر و مادر و اطرافیان این طفل رو مسخر میکنه برای چی؟ برای اینکه برن کار کنند، زحمت بکشن، برای این کودک یا برای این طفل شیرخوار براش رزق و روزی تهیه بکنن. مادر رو براش مسخر میکنه که به شیر بده، پدر رو مسخر میکنه که بره کار بکنه، زحمت بکشه و این فرزندان رو بزرگ بکنه. انسانی که از گناهات توبه بکنه با عباداتی که انجام میده، الله سبحانه و تعالی طوری بهش روزی میده، طوری بهش برکت میده در زندگیش و آسایش و سعادت دنیا و آخرت رو نصیبش میکنه، مانند اون طفل کودک شیرخواری که تازه به دنیا اومده. اگه همه دنیا رو بکشن، ببندن، ببرن، چیزی متوجه میشه؟ نه. انسانی که واقعا توبه بکنه و از گناهانش برگرده، مانند کسی است که تازه از مادر متولد شده. ما باید این اعمال بارالله، من حج انجام میدم خاص برای تو و به وسیله این حجی که انجام دادم، به وسیله جهادی که کردم، به وسیله اعمال شایسته‌ای که انجام دادم، متوسل میشم به درگاه تو که پروردگارا تو رزق روزی فراوان به من عطا بکنی، تو مشکلات من رو حل بکنی. این است روش طریقه درست توسل کردن. یا پیش انسان صالحی میرید، پیش انسانی نیکوکاری میرید که به تقوا و پرهیزگاری معروف باشه، میگید که براتون دعا بکنه. این توسل جایز هست. اما آخوند همه اینا رو دور میزنه، هم قرآن، هم نهج البلاغه، هم سنت پیامبر، میگه نه، دایرکت برید به امام رضا. ما کلیپاشون رو بارا پخش کردیم، میگه اگر 1000 مرتبه از خدا بخوای خدا بهت نمیده، 1 مرتبه از علی بخوای علی بهت میده. سبحان الله. من بارها گفتم، بازم تکرار میکنم، به خدا ابو جهل و ابو لهب از اینا بهتر بودن، چون اونا در موقع سختی ها، مشکلات، شدائد میرفتن مستقیم به الله سبحانه و تعالی التجا میکردن از الله یگانه، همون اللهی که قرآن بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرد. اما این بت هایی که داشتن، اینا در وقت آسایش و آرامی اینا رو پرستش میکردن که این رو به وضوح در قرآن کریم الله سبحانه و تعالی بیان کرده. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بله، سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. سلام عرض می‌کنم سریع خدمت شما و همه بینندگان عزیز و محترمتون. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. جاء الحق زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. صدای من دارین آقای انصاری؟ بله، صدا شما داره پخش میشه برادر گرامی، بفرمایید. خیلی خوشحالیم که حقیقتش من اهل سنت موحد هستم، از تهران تماس میگیرم. امین هستم. زنده باشید برادر عزیز. از کنم خدمت شما که واقعا این شبکه توحیدی که افتتاح شدن یا تشکیل شدن صد محکمی هستن در برابر بدعات، خرافات و شرکیات اهل تشیع که متاسفانه امروز در جامعه ایرانی خصوصا
رواج پیدا کرده و دارن همینا رو در بقیه کشورهای منطقه سعی میکنن رواج بدن. درست. من سال 86 بود اگه اشتباه نکنم. اینو میخوام به همه بینندگان محترمتون بگم، به کسایی که اهل تحقیق هستن. من چون تو جامعه تشیع بزرگ شدم و تو جامعه تشیع درس خونده بودم، واقعا یه جورای حل فرهنگ تشیع و حل اعتقادات تشیع شده بودم. به خاطر همین اطلاعات چندانی از عقاید اهل سنت نداشتم، یعنی دقیقا تا سال 85 و 86 با اینکه اهل سنت بودم یا سنی بودم، اما خب با اون اعتقادات کلی و واقعی اهل سنت اصلا هیچ اطلاعی نداشتم. بله. اتفاقی که سال 86 تو زندگی من افتاد این بود که خب چون تو جامعه یزد داشتم زندگی میکردم و اونجا مشغول به کار بودم، به خاطر همین خیلی از دوستان تشیع من سعی میکردن که من به تشیع گرایش پیدا بکنم و تشیع حسینی یا علوی به قول اونا بشم. درست. که سعی میکردن به قول معروف منو هدایت بکنن. درست. اما خب برای من سخت بود پذیرفتن یک همچین اعتقادی. درست. با وجود این که اعتقادی هم به حساب شناختی از اعتقادات اهل سنت هم به اون شکل نداشتم. به خاطر همین نتونستم این قضیه رو بپذیرم و سعی کردم تحقیق بکنم. جالب‌تر از همه این که اونا سعی کردن کتابای مختلف در اختیار من بذارن، موضوعات اختلافی رو اونجوری که شایسته بود به قول اونا به من معرفی بکنن، خصوصا درباره خلافت، امامت، درباره همه این چیزا. یعنی دقیقاً اون دفاتری که در سال 86 من همه اون سوالاتی رو که به علمای تشیع برای من تحقیق کرده بودم و من اونا تحقیق کرده بودم از دیدگاه اهل تشیع، از دیدگاه کتابای معتبرشون، همه اینا رو یادداشت کردم تو دفاتر خودم. و همین باعث شد که من تصمیم بگیرم بیام زاهدان و واقعا تحقیق بکنم در این زمینه، ببینم که کدوم دین هست، چون ما باید واقعا اون راه واقعی و راه حقیقت رو پیدا بکنیم. بله. بعد از کنم خدمت شما، زمانی که اومدم زاهدان با علمای اهل سنت از کنم خدمت شما روبرو شدم، یکی از علمای اهل سنت خیلی حرف خوب و مهم زد که همین حرف ایشون باعث شد که زندگی من کلا متحول بشه و از اون مسیری که توش قرار داشتم کلا حقیقتش برگرده به اون سمتی که امروز خدا رو شکر هستم و خیلی خدا رو شاکرم به خاطر این قضیه. الحمدلله. چیزی که این عالم سنی گفت به من این بود که به من گفتن که شما هیچ نیازی نیست بخواید عقاید اهل رو تو کتاب‌های دیگه بگردید یا عقاید اهل تشیع رو تو کتاب‌های بقیه کتاب‌ها جستجو کنید. شما برین اول قرآن کریم رو بخونید. اگر عربیشو بلد نیستین ترجمه فارسیشو بگیرین، حتی مترجمین خود تشیع، دکتر الهی قمشه‌ای، آقای فولادوان و چندین دیگه. و منم دقیقاً اومدم همین کارو کردم آقای انصاری. من اینو خواهش میکنم از جامعه اهل تشیع، همه شیعه های عزیزی که الان دارن صدای منو میشنون و همه اهل سنتی که دارن صدای منو میشنون، به خاطر همین نمیدونم آقای انصاری من وقت شما رو گرفتم یا نه. نه خواهش میکنم بفرمایید. صحبت‌های شما واقعا شیرینه. این تجاربتون باید بیننده‌ها استفاده بکنن، خاصا کسایی که گرفتار این خزعبلات آخونده هستن. بله آقای انصاری، به خاطر همین من به قرآن کریم رجوع کردم و سعی کردم ترجمه قرآن کریم رو، با این که به حساب اون زمان من اصلا عربی نمیتونستم بخونم، به خاطر همین ترجمه قرآن کریم رو از اول شروع کردم خوندم. سبحان الله، چیزی که در قرآن بهش من رسیدم در هیچ کتابی بهش نرسیدم و چیزی که در قرآن یافتم من در هیچ کتابی دیگه نیافتم. آقای انصاری، من میخوام اینو بگم، برای ما سبحان الله فقط همین سوره حمدی که خداوند در همه رکعات نماز واجب کرده برای ما کافی بود. بله بله. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم میفرماید در سوره حمد خصوصا مالک یوم الدین، یعنی پادشاه روز جزا، قاضی روز حساب کتاب فقط من هستم. نه حضرت علی، نه حضرت ابوبکر، نه حضرت عمر، نه امام حسن، نه امام حسین، هیچ که اون روز تصمیم گیرنده نیست.
درست. اون روز فقط خداوند میگه من میتونم تصمیم بگیرم. اون روز فقط من حساب و کتاب میکنم. نه علی کاری هست، نه امام حسین کاری هست، نه حضرت ابوبکر کاری هست، نه حضرت عمر کاری هست. و به خاطر همین میفرماید پس اون روز ای بندگان من، کسی که کاری نیست، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پس مستقیم منو بپرستید و مستقیم از من استعانت بخواهید، مستقیم از من کمک بخواهید. درست. به قدری سوره و این آیات مهم هستن که خدا به نظر عقیده خود من، به نظر خود من به خاطر همین خداوند اینو واجب کرده در هر رکعت نماز برای ما. این واجب نیست فقط به خاطر اینکه ما در هر رکعت اینو بخونیم، بلکه در اون چیزی که در این سوره اومده خداوند اونا رو به ما میخواد در هر رکعت در روز 5 وقت نماز که میخونیم اونا رو به ما گوشزد کنه تا ما از مسیر توحید خارج نشیم. درست، کاملا درست میفرمایید. بعد عرض کنم خدمت شما، من زمانی که کتاب‌های تشیع داشتم میخوندم و اون سوالاتی که شبهاتی که به وجود اومده بود در ذهن من یادداشت کرده بودم، سبحان الله اینا هیچ گونه پشتوانه قرآنی نداشت، به هیچ گونه پشتوانه علمی و عقلی هم برای من نداشت. یعنی اینا نمیتونست منو ارضا بکنه. به خاطر همین زمانی که اومدم کتاب‌های تسنن رو من بررسی کردم، کتاب صحیح بخاری رو بررسی کردم، عرض کنم کتاب‌های نبی رحمت و سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم رو، زندگی نامه خلفای راشدین رو، کتاب شیخین و سحرین رو، سبحان الله هر موردی که هر حدیثی و یا هر موضوعی که در کتاب‌های اهل سنت اومده بود بزرگترین پشتوانش قرآن بود و همین باعث شد که من این تفاوت رو احساس کنم و ببینم که از زمین تا آسمان هست. درست. و از اونجا بود که خداوند متعال به من این توفیق داد که بیشتر به قرآن مراجعه کردم، بیشتر وقت گذاشتم برای فهمیدن قرآن و اینکه خداوند در قرآن در سوره قمر چند بار میفرماید ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. واقعا به این ایمان قلبی پیدا کردن که این قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. و امروز خدا رو شکر به برکت همین ارجاع و به خاطر همین رجوعی که من به قرآن کردم خداوند متعال به من توفیق داد که من 14-15 جز از قرآن مجید رو حفظ کنم. الحمدلله الحمدلله الحمدلله. و من اینجا یک شعر و جالب این که آقای انصاری، من زندگی نامه شاعران بزرگ ایران زمین، سعدی، حافظ، مولوی، عطار، همه اینا رو بررسی کردم. همه بزرگان ایران همه اهل سنت بودن، خصوصا از شعرهای اینا معروف هست و من الان یه شعری از عطار نیشابوری در دست دارم که دوست دارم اینو برای بینندگان عزیز بخونم که بدونن چقدر این بزرگان واقعا همه توحیدی بودن و همه اهل سنت بودن و همین دلیل بر حقانیت اهل سنت هست. اگه اجازه بدید من این شعر بخونم و از حضور شما مرخص. بفرمایید برادر عزیز، بفرمایید. گر علی بود و اگر صدیق بود، جان هر یک غرقه تحقیق بود. چون به سوی غار میشد مصطفی، خفت آن شب بر فراشش مرتضی. کرد جان خیشتن حیدر نثار، کرد جان خیشتن حیدر نثار. تا بماند جان آن صدر کبار، پیش یار غار صدیق جهان. هم برای جان او باخت، هم برای جان او در باخت جان. هر دو جان بازان راه او شدند، جان فشانان در پناه او شدند. تو تعصب کن، تو تعصب کن که ایشان مردوار، هر دو جان کردن بر جانان نثار. گر تو هستی مرد این یا مرد آن، کو تو را یا درد این یا درد آن. همچو ایشان جان فشانی پیشه گیر، یا خموش و ترک این اندیشه گیر. تو علی دانی و بوبکر ای پسر، بس خدای عقل و جانی بیخبر. تو رها کن سر به مهر این واقعه، مرد حق شو روز و شب چون رابعه. او نه یک زن بود، او 100 مرد بود، از قدم تا فرق عین درد بود. بود دایم غرق نور حق شده، از فضولی رسته مستغرق شده. من اینو تقدیم میکنم به همه کسانی که سعی میکنن محققانه و برای اینکه بتونن مسیر زندگی خودشون رو پیدا کنن تا برای اون چیزی که روز قیامت در بارگاه خداوند متعال حاضر میخواهند بشن. حتما اون روز هیچ حجتی رو خداوند نمیتونه از ما بپذیره، هیچ سوالی رو نمیتونه، هیچ توجیهی رو نمیپذیره. خداوند با هیچ انسانی تا زمانی که اتمام حجت نکنه مرگ بهش نخواهد داد. تا روز قیامت این انسان نگه که خداوند چون راه حق و باطل رو به من نشون دادی، به خاطر همین من مستحق این عذاب
نیستم. خداوند قبل از مرگ با همه انسان، من عقیده دارم قبل از مرگ با همه انسان ها اتمام حجت خواهد کرد تا اینا هیچ بهانه‌ای برای روز قیامت نداشته باشند. من خواهش میکنم از همه بینندگانی که الان صدای منو میشنوند حتما به قرآن کریم رجوع کنند تا انشالله راه حقیقی رو پیدا کنند. ببخشید آقای انصاری. جزاکم الله خیر. خوشحال شدم برادر عزیز. الله متعال شما را حفظ بکنه. تشکر از تماس شما. زنده باشید. خدا نگهدارتون. من در تایید صحبت‌های برادر عزیزمون همین خطبه ای رو که چند لحظه قبل براتون خوندم دقیقاً سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در تایید همین فرمودهای برادر عزیزمون میفرمایند که و تعلم القرآن. دوستان عزیز اگر لطف کنن بتونن اینو نشون بدن. دقیقاً این خطبه 109 هست و این قسمت و تعلم القرآن فإنه احسن الحديث و تفقهوا فيه فإنه ربیع القلوب. در ترجمه این رو من برای شما عزیزان بخونم در اینجا. و قرآن را بیاموزید که بهترین سخن است و آن را نیک بفهمید که بهار دل هاست و به پرتو آن شفا جویید که شفای سینه هاست و نیکو تلاوتش کنید که نافعترین گفتار هاست. آخوندها هیچ کاری نکرده باشند در دوری مسلمان ها از دین اسلام، همین که قرآن را محجور کردن، قرآن را دور کردن از حوزه های علمیه، قرآن به جاش منطق و فلسفه و دایره المعارف خرافات شیعه، بهارالانوار و اصول کافی اینا رو جایگزین کردن. همین جنایت اینا کافی است، چون این دستور عبدالله ابن سبع از موقعی که این رافضه‌گری رو در بین شیعیان علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه ایجاد کرد همین بود که اینا را از قرآن دور بکنن، چون منبع نور و هدایت در دین مقدس اسلام کتاب الله هست، قرآن کریم است. مردم را از قرآن دور کردن. در تایید صحبت‌های برادر عزیزمون 5 وقت نماز، تو شیعه، من سنی، وهابی، سلفی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی، همه مسلمان‌ها، هم کسانی که در این دایره به اصطلاح اسلام قرار دارن، همشون 5 وقت نماز میخونن. حالا شما مثلا 5 وقت رو در 3 وقت میخونید، ما 5 وقت رو طبق فرموده پیامبر بزرگوار اسلام و قرآن کریم و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در 5 وقت میخونیم. ما به این عقیده هستیم که باید سوره فاتحه در هر رکعت این نمازها خونده بشه. هممون در هر رکعت این رو میخونیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین. بارالله، تنها هست و یاری و مدد میجوییم و تنها تو را میپرستیم. ایاک نعبد و تنها تو را میپرستیم و ایاک نستعین، تنها از تو یاری و مدد میجوییم. چون اینا رو مثل که توتی چیزی رو حفظ بکنه معنیشو نمیفهمه، همینطوری یاد دادن به مردم که سوره حمد بخونید، قل هو الله احد بخونید، اگر یاد نداشتین 3 بارم سبحان الله بگید کافیه. مهم نیست، قرآن مهم نیست، همین حرفای ما رو یاد بگیرید، حرفای آخوندا رو یاد بگیرید، این مهمه براتون خیلی. از همه چیز مهمتر اینه که حتما خمس بدید، این که دیگه واجب ترین واجباست در نزدشون. همین شخص شیعی نماز رو میخونه، ایاک نعبد و ایاک نستعین رو میخونه، شاید از ما بهترم بخونه. بعد السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله، بلند میشه از جاش، یا علی. تو چند لحظه قبل چی گفتی؟ گفتی بارالله، تعهد کردی با پروردگارت که ایاک نعبد، تنها تو را میپرستم، و ایاک نستعین، و تنها از تو یاری و مدد میجویم. بلند میشه میگی یا علی. علی تاج راس سر ما، علی سید و سردار اهل بیت و صحابه، علی همه فضائلی که در موردش میگید درست، اما علی از الله میخواست. علی پیروان و شیعیان واقعیشو به این امر میکرد که به الله متوسل بشن، یا الله بگن. یک روایت بیارید که حضرت علی گفته باشه که مثلا یا رسول الله، یا امام زمان، یا خودش میگفت یا علی. این بزرگترین مشکلی است که این برادر عزیزمون که ذکر کردن، که مردم را از قرآن دور کردن.
از قرآن که دور شدن دیگه قبول کردن صیغه و خمس و این کوفت و زهرمار دیگری که در حوزه ها دارن تدریس میکنن برای مردم، اینو خیلی براشون آسونه. چون کسی که از قرآن دور باشه از اسلام دوره، کسی که از اسلام دور بود از هدایت الله سبحانه و تعالی به دوره. هر چی که هر آخوندی اومد به نام دین به خوردش داد قبول میکنه. اینو یقین داشته باشید که اگر قرآن رو بفهمید و شرک رو، امور مخالف دین و نواقض اسلام و توحید رو بشناسید، هیچ وقت گرفتار حیله های آخوندان نمیشید. بله سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. وصال حق. وصال حق، بفرمایید. بیننده گرامی صدا شما داره پخش میشه. سلام استاد انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. احوالتون خوبه؟ سلامت باشید. لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. استاد عزیز بفرمایید. یه سوال داشتم خدمتتون. برنامه پرسش و پاسخ عرض کردم روزهای دوشنبه هست، به این برنامه زنگ بزنید، انشالله جواب دریافت خواهید کرد. اگر در مورد موضوعاتی که در برنامه مطرح شد اظهار نظری دارید بفرمایید، در خدمت شما هستم. نه خیلی ممنون، فقط باشه پرسش و پاسخ. بله، روزهای دوشنبه جناب مولانا عبدالقدوس دهقان در برنامه زنده تشریف دارن، به اون برنامه تماس بگیرید یا SMS بفرستید، جواب شما رو خواهند داد انشاءالله. روزهای دوشنبه ساعت 7:30 شب به وقت تهران. خیلی خوشحال شدم استاد که باهاتون هستم. زنده باشید. تشکر از شما برادر عزیز. الله متعال حفظتون کنه. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم. بله بفرمایید. سلام علیکم. بله سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید بیننده گرامی، صدا شما داره پخش میشه. استاد بزرگوار کلیپ نگاه کردیم، این بنده خدا که میگفت که ما باید متوسل به ائمه بشیم، سوال دارم آیا ائمه خودشون متوسل به چه کسی میشدن در موقع مشکلات؟ بله. و با توجه به این آیت الله قزوینی که مشرک میگفتن که نعوذ بالله علی مثل خداست، اگر علی رضی الله تعالی عنه زنده می بود 100% اینو مثل همون خوارجی که زنده آتش میزد اینو 100% آتش میزد. بله حتما. مگر به جز از اینه که حضرت علی رضی الله تعالی عنه پیرو حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و سنت رسول الله و قرآن کریم بوده، بدون از قرآن کریم و سنت رسول الله حضرت علی نظر چیزی دیگه هم کم زده. بعد استاد بزرگوار روز شما نبودید این قزوینی های دم از مناظره میزد. قزوینی دم از مناظره میزنی با کلمه سالهاست دکتر مولازاده منتظره. قزوینی 100 کلیپ دروغ است که پخش در مثال هم چرا فراری شدی همچو وحش؟ قزوینی 1 سال از کلیپ هایت گذشته چرا جواب ندادی؟ واقعا زشته. فکر نکنی با دروغ و تدریس جایت تو بهشته. قزوینی دروغگو همیشه جاش تو جهنم نوشته. استاد بزرگوار با تشکر از برنامه‌های زیباتون، بالاخره بسیار خوشحال شدیم. سلامت باشید. به روکار آمدن. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز. متاسفانه تماس برادر عزیزمون قطع شد. کلیپ شماره 492 رو دوستان عزیز در اتاق فرمان لطفاً پخش بکنن. کلیپ 492 عنوانش هست آخوند مشرک. این کلیپ از یکی از آخوندهای عرب زبانی هست که با هم ببینیم که ایشون هم به تبعیت از حوزه قم و نجف چه دسته گلی به آب میدن. با هم این کلیپ رو میبینیم، کلیپ شماره 492 و دوباره انشاءالله خدمت شما عزیزان برمیگردیم. آخوند مشرک. بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد يا سيدتنا ويا مولاتنا يا ابنة رسول الله يا ابنة أمير المؤمنين يا ابنة فاطمة الزهراء يا أخت الحسن والحسين ويا أخت قطيع الكفين إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي مرضى المؤمنين والمؤمنات وحوائج المؤمنين والمؤمنات وعازب المؤمنين والمؤمنات. بیننده عزیز، این آخوند رافضی و قالی میگوید ای سرور ما و مولای ما، ای دختر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ای دختر امیر المؤمنین، ای دختر فاطمه زهرا، ای خواهر حسن و حسین و ای خواهر کسی که دو دستش قطع شده، ما به تو روی آوردیم و یک جا جمع شده ایم و تو را بین خود و الله وسیله قرار می دهیم و تو را پیشرو بیماران و حاجتمندان و بینوایان مرد و زن مؤمن قرار می دهیم. اما الله متعال می فرماید إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. بیگمان ما کتاب را به حق بر تو نازل کرده ایم، پس الله را پرستش کن و دین خود را برای او خالص گردان، بدان که پرستش ناب و خالصانه از آن الله است و کسانی که به جای او دوستانی گرفته‌اند میگویند ما آنان را پرستش نمی کنیم مگر برای آن که ما را به الله نزدیک گردانند. الله میان ایشان درباره چیزی که در آن اختلاف می‌ورزند داوری خواهد کرد. بیگمان الله دروغگوی ناسپاس را هدایت نمی کند. در اعتقادات صدوق صفحه 74 از امام رضا رحمه الله و سایر ائمه روایت شده است که ایشان همواره در دعاهای خیش فقط و فقط به الله متعال متوسل می شدند و از غلوی که در حق ایشان صورت می گرفت براءت می جستند و می فرمودند اللهم إني أبرأ إليك من الحول والقوة ولا قوة إلا منك. اللهم إني أبرأ إليك من الذين ادعوا لنا ما ليس لنا بحق. اللهم إني أبرأ إليك من الذين قالوا فينا ما لم نعلمه في أنفسنا. اللهم لك الخلق ومنك الأمر وإياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. پروردگارا، من بیزاری می جویم به سوی تو از این که خود را صاحب قدرت و توانایی بدانم. هیچ توانایی نیست مگر از تو. پروردگارا، من بیزاری می جویم به سوی تو از کسانی که درباره ما ادعای اموری را کردند که ما را در آن حقی نیست. پروردگارا، من بیزاری می جویم از کسانی که چیزهایی درباره ما گفتند که ما از آنها بیخبریم. پروردگارا، تو راست آفرینش و از سوی توست فرمان و ما تنها تو را عبادت می کنیم
و فقط از تو یاری می جوییم. پروردگارا، ما بندگان و فرزندان بندگان تو هستیم که برای خود مالک هیچ گونه سود و زیان و مرگ و زندگی و رستخیز نیستیم. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. ما یکی دو تماس دیگه از شما عزیزان میگیریم. بعد از اون این هفته در برنامه آن رو سکه مهمان ویژه‌ای داریم که من جا داره تشکر بکنم از شبکه قزوینی، شبکه زلالت که سبب شدن که یکی از همکاران و دوستان عزیزمون انشاءالله در این برنامه این هفته ما رو همراهی بکنن برای چند دقیقه. به خاطر رسوایی که در شبکه زلالت رخ داده، بعد از سالها اومدن یکی از کلیپ های شبکه وصال حق رو نقد کردن. ببینیم که چه دستگلی به دادن. انشاءالله بعد از یکی دو تماس شما عزیزان با کلیپی رو پخش میکنیم. دوستان عزیز اگر آماده داشته باشن کلیپ فیلم شماره 37 رو آماده داشته باشن برای پخش. با همین فیلم رو میبینیم. من همینجا خواهش میکنم از بینندگان عزیز که در این فیلم سفری هست به منطقه غدیر خم، به سخنان جناب استاد سلیمانی که میفرمایند در سفر حج بیش از 100,000 نفر از صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو همراهی میکردن. اینو یادداشت بکنن که دقیقاً کلیپی که ما میخوایم پخش بکنیم در رابطه با همین قسمت از فیلم هست. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر گرامی. وصال حق، بفرمایید. چند وقتی زنگ زدم برای شوهرم، مثلا گفتم خدا بفرمون هستم، شوهرم تنشیه است. بله. خب من چه کار کنم؟ حالا یه راهنمایی ممکنه که خواهر گرامی، من اون موقع که تماس گرفته بودید در این مورد به شما پاسخ دادم. شما در برنامه هفته آینده پرسش و پاسخ انشاءالله من یادداشت میکنم جناب مولانا عبدالقدوس دهقان در این برنامه انشاءالله پاسخ مفصل به شما خواهند داد. روز دوشنبه ساعت 7:30 شب به وقت تهران. تشکر از شما. بله، 7:30 شب به وقت تهران. تشکر از شما. باشه. خدا نگهدارتون. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. محمد فهیم هستم. ببخشید برادر، من یک هفته هستم میخوایم که همراه آقای انصاری در یک پروگرام لایف اگه اجازه باشه. بفرمایید. صدای شما داره پخش میکنه. انصاری هستم، صدای شما داره پخش میشه. بفرمایید برادر عزیز. زنده باشین آقای انصاری. نخست از همه اولتر درود خدا بر شبکه وصال حق و با آقای انصاری عزیز. سلامت باشین. درود خدا بر شما و بر همه. قبل علمای افغانی عزیز ما در شبکه وصال حق پروگرام داشتن که شکر خدا را دارم. من برای شما و برای آنها درود میفرستم و درک میکنم که این شبکه مسلمین جهان است. الحمدلله. آقای انصاری عزیز، مسلمان باید فکر کنند، مسلمانان به صورت عموم باید فکر کنند که اگر علی رضی الله عنه خلیفه اول میشد، آیا این ابن سبع یهودی آرام می نشست؟ نه، به خدا اصلا. درست. صدا می زد که چرا ابوبکر صدیق خلیفه نشد؟ او یار غار بود، راجع به او آیات قرآن است. درست. زیرا این ابن سبع یهودی وظیفه داشت که اسلام را از درون مانند کرم خراب بسازد، اما خبر نداشت که حافظ این دینه و این کتاب الله خود خداوند است.
الله اکبر. و کوشش های رافضی ها بیهوده است. خداوند شما را در دنیا و آخرت خیر بدهد. سلامت باشید. تشکر از شما برادر عزیز گرامی. سعادت به شما میخوایم. زنده باشید. تشکر برادر عزیز گرامی آقای محمد فهیم. تشکر از شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم السلام و رحمت الله. الو. بله بفرمایید. آقای انصاری، من عبدالله هستم از خوزستان. ببخشید من کی گفتم باید به ائمه توسل کنید؟ این آقا زنگ میزنه میگه مثل اون آقا که گفت به ائمه توسل کنید. من تو هم گفتم به ائمه توسل. نه شما نگفتین. ایشون منظورشون شما نبود، منظورشون این آخوندی بود که کلیپ شما پخش کردیم برادر عزیز. بله. نه. یه لحظه فکر کردم منظورش من. نه منظور شما نبودید. من خودم خواهش میکنم. تشکر از شما. خب دوستان عزیز، ما فیلم شماره 37 رو با هم میبینیم. همونطوری که گفتم این فیلم سفری هست به غدیر خم، به منطقه‌ای که ادعا میکنن در اونجا ولایت و امامت مطرح شده. خوب دقت بفرمایید در صحبت‌هایی که در این کلیپ مطرح میشه، به نقشه‌ای که در این کلیپ نشون داده میشه در مورد غدیر خم، و انشاءالله ما بعد از پخش این فیلم کلیپی داریم از شبکه زلالت پخش میکنیم که در اون آخوند رافضی میاد. سبحان الله، من بیشتر صحبت نمی کنم، شما این فیلم رو ببینید و کلیپ رو نشون خواهیم داد تا ببینید که عمق فاجعه تا کجاست. با ما همراه باشید. لقياهم يزيد ولحبهم هتف القصي جيل أتباع الهدى أشرق. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. و با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق. امروز به اتفاق جمعی از دوستان و جناب آقای سلیمانی به منطقه غدیر خم آمدیم. محمد و بصحبه قد أسس الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد. از این طرف خط مستقیم اگر ما روی نقشه بکشیم تقریبا حدود 159 کیلومتر تا مکه مکرمه فاصله داریم و از این طرف تا مدینه منوره خط مستقیم اگر روی نقشه کشیده بشه حدود 195 کیلومتر یا 200 کیلومتر فاصله هست. در این منطقه یکی از رویدادهای مهمی رخ داده که در سال 10 هجری وقتی که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از حج برمیگشتن به طرف مدینه منوره، در این منطقه توقف کردند به خاطر مشکلی که بین بعضی از صحابه و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه اتفاق افتاد. جناب آقای سلیمانی، جریان این اختلافی که رخ داده بود بین صحابه و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که سبب شد پیامبر صلی الله علیه و سلم در این منطقه متوقف بشن و اون جمله معروف من کنت مولا و فهذا علی مولا ایراد بکنن چی بود؟ بنده هم عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. در جواب سوال شما جناب آقای انصاری عزیز، رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه به مکه مکرمه مشرف بشن و برای حج بیت الله الحرام تشریف ببرن، علی رضی الله عنه رو به همراه عده‌ای از صحابه فرستادن برای جهاد در منطقه یمن جنوب عربستان. و در نقشه اگر عزیزان دیده باشن میبینن که کشور یمن در جنوب عربستان واقع است. و از اونجایی که خب این اولین حج بود که مسلمان ها مشارکت داشتن و خود رسول صلی الله علیه و سلم در این حج بودن، 100,000 نفر از صحابه هم همراهی میکردن رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در این مراسم. خب سیدنا علی رضی الله عنه خب بسیار علاقمند بودن که در این سفر مشارکت داشته باشن. از طرفی جنگی هم که در یمن بود و به هر حال اون هدفی هم که بود برآورده شده بود و مأموریت انجام شده بود. در مسیر برگشت سیدنا علی رضی الله عنه زودتر از دیگران نماینده انتخاب کردن، برگشتن برای ادای مناسک به مکه مکرمه به همراه رسول صلی الله علیه و سلم. بعد که اینجا تشریف آوردن، بعد خبر شدن که در غیاب ایشون عده‌ای از مسلمان ها به خاطر خب نیازهایی که داشتن از مال امانت، از مال بیت المال، غنایمی که به دست آورده بودن استفاده کردن برای خودشون بدون اجازه علی رضی الله عنه و بدون اجازه رسول الله صلی الله علیه و سلم. چون خب میدونیم که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم غنایم جنگی رو باید با اجازه ایشون استفاده میکردن صحابه، قبل از اون حق استفاده نداشتن.
سیدنا علی از این جریان که اطلاع یافتن خب رفتن و اون غنایم رو پس گرفتن و این سبب یک سری دلخوری ها بین عده‌ای از یارانشون و صحابه کمرایشون در اون لشکر بودن شد و خود علی رضی الله عنه و این جریان ادامه داشت. خب به هر حال بقیه همه این اصحاب علی رضی الله عنه آمدن و به مراسم حج پرداختن به همراه رسول صلی الله علیه و سلم. در ایام حج بگو مگوهایی به هر حال بین کسانی که دلخور بودند و غنیمت‌ها از اونها پس گرفته شده بود با بقیه اصحاب در مراسم حج روی داده بود که این خبر به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید. رسول الله صلی الله علیه و سلم از اونجایی که خب دوست نداشتن که این خبر بیشتر پخش بشه و از طرفی مسئله بود که بین مردم بیشتر ساکن مدینه اتفاق افتاده بود، ترجیح دادن که این مسئله رو در این منطقه در اینجا تمامش بکنن و اینجا هم مطرح بشه نه در مراسم حج. چرا که خب مسئله بود که بین خود اهل مدینه بود بیشتر و بقیه مسلمان ها اصلا این نیازی نداشتن که این مسئله رو در جریانش قرار بگیرن و اختلافی هم با بقیه نبود. این اختلاف بین همون کسانی بود که از مدینه حرکت کرده بودن برای جنگ رفته بودن به یمن. بعد به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسیر برگشت حدوداً همونجوری که شما فرمودید الان ما حدود 160 کیلومتر به صورت خط مستقیم تا کعبه فاصله داریم در این سرزمین و ما مکه مکرمه در جنوب مدینه منوره است و حساب بکنیم یمن، کشور یمن پایین عربستان مکه است، بعد مدینه شمال قرار میگیره. درست. 200 کیلومتر بودن، 160 کیلومتر مستقیم و 200 کیلومتر روی راه پیش در خمش. صحابه و رسول صلی الله علیه و سلم به سمت مدینه حرکت کرده بودند که به این منطقه غدیر خم رسیدن. در این منطقه خب منطقه اسمش خم هست و یک آبگیری اینجا بوده که الان خب طبیعتاً به گذر زمان از بین رفته و نیست. در این جمع صحابه برخلاف اون ادعایی که میکنن منطقه خوشاب و هوایی بوده اینجا، چون ما هنوزم آثار درخت و چیزا رو میبینیم. خب دوست بینندگان عزیز دارن میبینن اطراف که با اینکه ما الان در ماه آخر زمستان هستیم با این وجود به هر حال منطقه اونقدر هم دشت برهوت و خشکی نیست که چی توش نباشه. من درخت گل دیدم در این نزدیکی. خب آبگیری بوده، مسیر راه رودخانه بوده. و رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر این آبگیری که اینجا بود، آبی که اینجا بود، صحابه اتراق کردن اون عده‌ای که به مدینه میرفتن. علیرغم به هر حال ادعاهای دروغینی که میشه که اینجا یک چهارراهی بوده و از یک طرف به یمن میرسید، از یک طرف به مصر میرسید، از یک طرف به شام و عراق میرسید، از یک طرف مدینه. اینجا یک دوراهی بوده در سر راه مسلمانان و مسافرانی که از مکه مکرمه به مدینه میرفتن و احیانا یک گذری هم به سمت عراق مسیری میرفته. و عجیب تر اینه که خب حالا در بعضی از کتاب‌های تفسیر هم متاسفانه که مثل تفسیر نمونه اشاره کردن که اینجا چهارراهی بود که از یک طرف به مصر میرسیده. در واقع مصر فتح نشده بود. مسلمانی در مصر وجود نداشت. مصر بعد از رسول صلی الله علیه و سلم در زمان فاروق اعظم فتح شد و در منطقه یمن هم میگن خب از یک طرف به یمن میرسید. همونجوری که گفتیم یمن جنوب کشور عربستان و جنوب مکه مکرمه است. یعنی هر زائری که به حج بیت الله الحرام به مکه اومده بوده از همون مکه مستقیم رفته به سمت جنوب و به یمن برگشته و هیچ نیازی نبوده 200 کیلومتر بیاد به سمت شمال دوباره در این سرزمین، از اینجا دوباره برگرده بره مکه، از مکه برگرده دوباره به سمت جنوب به سمت یمن. و خود این ادعا کذبش و دروغ بودنش و کسانی که آشنایی دارن با جغرافیای منطقه کاملا برایشون مشخصه. یک نکته دیگه خیلی میبخشید، اهل مکه چه گناهی کرده بودن که از این نعمت بزرگ امامت و وصایت محروم بمونن؟ یا دیوانه بودن که اهل مکه مثلا 200 کیلومتر بیان بیرون دوباره برگردن؟ خود اهل مکه در این منطقه چون اکثریت مسلمان ها رو در اون زمان اهل مکه تشکیل میدادن. اهل مکه اینجا حضور نداشتن، چرا که الان ما در راه زمینی حدود 200 کیلومتر فاصله داریم از مکه مکرمه. من هم تو اون گرما به هر حال و چون بیابان‌های اون دور زمانه با امکانات اون دور زمانه شتر و اسب هیچ نیازی نبوده کسی 200 کیلومتر بیاد اینجا. بعد تازه رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ اطلاعی نداده بود که بیایید من کار مهم می‌ذارم فلان منطقه می‌خوام به شما یک خبری رو بگم. هیچ نیازی هم نبود که این همه مردم همین که دیدم بگو مگو زیاد شد همینجا وایسادن و بعد حتی میشد اگر این مسئله انقدر مهم بود در همون عرفات که همه حجاج جمع بودن در صحرای عرفات همونجا مطرح میشد تا اینکه هم مردم مکه خبردار بشن، هم مردم یمن خبردار بشن، هم تمام مسلمانانی که از اطراف شهر مکه در روستاها آبادی‌های که ایمان آورده بودن امثال طائف و جاهای دیگه اونها ملحق بشن بودن در اون جمع و اونها هم بشنون. به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و سلم از اونجایی که مثلا اونقدر مسئله مهمی نبود نیازی دیده نمیشد که اونجا مطرح بشه این مسئله رو در مسیر برگشت به مدینه گفتن و در این مسیر نه اهل مکه همراه بودن با رسول صلی الله علیه و سلم نه اهل یمن، اطراف مکه حتی امثال طائف و اطرافیانشون
و نه اهل یمن همراه رسول صلی الله علیه و سلم بودن، نه از مصر کسی مسلمان شده بوده که یعنی اگر که حرف اینا رو باور کنیم، یعنی حجاج یمنی باید می اومدن 200 کیلومتر به طرف شمال، دوباره 200 کیلومتر برمیگشتن مکه، دوباره از مکه میرفتن به طرف یمن. حالا طبق نقشه بهتر میشه توضیح داد که مردم یمن اصلا هیچ عقل سلیم این رو نمیپذیره که بیان بی مورد بدون اطلاع قبلی 200 کیلومتر همینجوری بیان بالا، دوباره برگردن مکه و از مکه دوباره برگردن برن به سمت یمن. این منطقه هم که به هر حال منطقه غدیر هست، اونجوری که گفته شده که بیابان لم یزرع و برهوتی بوده و بسیار درسته. خب گرمای این منطقه برای کسانی که عادت نکردن در این سرزمین خب سخت است، تحملش همیشه سخت است، اما به نسبت کل منطقه عربستان اینجا ما اطراف این مسکن بررسی بکنید نسبت به اطراف خودش سرسبزتر از جاهای دیگه است. حتی آفتاب اینجا به نظر من نسبت به آفتاب مکه و مدینه خیلی گواراتره. یعنی در مسیر هجرت رسول صلی الله علیه و سلم که از مکه مکرمه حرکت کردن به مدینه منوره و از این منطقه گذر کردن، میتونیم به جرئت بگیم که خوش آب و هواترین منطقه‌ای که پیامبر پا گذاشتن این منطقه بوده. سرسبزتر از بقیه مناطقی است که در راه مدینه منوره قرار داره. جزاکم الله خیر. خب بینندگان عزیز گرامی، این بود وادی غدیر خم که دشمنان اسلام و مذهب فروشان ادعا میکنن که در اینجا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مسلمان ها رو جمع کردن در زیر آفتاب سوزان تا در اونجا ولایت و امامت حضرت علی رضی الله تعالی عنه رو ابلاغ بکنن، در حالی که دروغ محض است و طوری که برادر عزیزمون جناب آقای سلیمانی توضیح دادن، خیلی اگر قرار باشه اینو بپذیریم بعد اینم قبول بکنیم که خیلی از مسلمان ها از نعمت ولایت و امامت علی رضی الله تعالی عنه محروم موندن، چه در مکه چه کسانی که از یمن بودن. خدا نگهدار. وقل جاء. سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. این کلیپی که با هم دیدیم سفری بود که به منطقه غدیر خم داشتیم در ضمن برنامه همگام با نبی رحمت و در مورد این منطقه صحبت شد و جناب استاد سلیمانی هم بودن. واقعا سفر خاطر انگیزی بود برای ما. جناب آقای سلیمانی لطف فرمودن و استودیو تشریف آوردن. من عرض سلام دارم قبل از همه چیز خدمت شما. خوش آمدید به آن روی سکه. خواهش میکنم. بنده هم سلام دارم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند و الله رو سپاسگزارم و خوشحالم از اینکه این فرصت در اختیار من داده شد تا در آن روی سکه باشم. سلامت باشید. جناب استاد واقعا سفر زیبایی بود، سفر همگام با نبی رحمت و از همه زیباتر منطقه غدیر خم، هم وقایعی از سیرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در اونجا رخ داده بود و هم قضیه غدیر خم که دوستان عزیزمون این کلیپ رو دیدن. در شبکه ولایت یا زلالت بگیم به معنی کلمه اومدن تیکه از این کلیپ رو پخش کردن طبق عادت همیشگی مدیر شبکه و به اصطلاح مؤسس شبکه که دروغ و تلبیس و خیانت این جزئی از مذهبشون هست، مذهب رافضه‌گری. اومدن تیکه از این کلیپ رو پخش کردن، اما چون الله سبحانه و تعالی میخواست اینا رو رسوا بکنه توسط کلیپ خودشون رسوا شدن و هیچ نیازی هم نبود که ما این کلیپ رو پخش بکنیم، چون در کلیپی که خودشون پخش کردن و تلبیسی که کردن جواب اون دروغ و تلبیسشون در خود همون کلیپی که تو شبکه زلالت پخش شده هست. اگر صحبتی در مورد این کلیپ دارید یا بریم ببینیم با هم دیگه؟ اگر راضی باشید که ما اول ببینیم کلیپ رو، بعد بینندگانم در جریان باشن، بعد درباره صحبت. بسیار خوب. دوستان عزیزمون در اتاق فرمان کلیپ رو پخش بکنن، کلیپ شبکه زلالت رو. بعد خوب دقت بفرمایید در ابتدای صحبت جناب استاد سلیمانی ایشون اشاره میکنن که در سفر حج بیش از 100,000 نفر با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همراه بودن. بعد از اینکه کلیپ رو پخش میکنن میگن که در این کلیپ شما فرمودید که در غدیر خم 100,000 نفر، بیش از 100,000 نفر با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همراه بودن. کلیپ رو ببینیم بعد دوباره صحبت کنیم در موردش.
خیلی متشکرم از شما بینندگان عزیز. البته کلیپ دیگه هم من عذرخواهی میکنم فراموش کردم. بله. کلیپ از یکی از شبکه‌های وهابی هست که برخلاف حرف این آقا میزنه. این کلیپ من یادم رفت کلام خدمتتون هست. اگر این کلیپو ببینیم دیگه تیر خلاص هست بر آقای سجودی. من نمیدونم واقعا این شبکه‌های وهابی درسته حالا پول همدیگه رو میدزدید، ولی از لحاظ علمی هماهنگی بکنید. یکی اون بحث قدیر بود ما مطرح کردیم که یکیشون رفت تو جنگل، یکیشون رفت تو بیابون. یه بحث دوم بحث جمعیتی که در قدیر بودن. شبکه وهابی اول گفت یک جمعیت محدودی بودن. ببینیم اون یکی شبکه وهابی چی گفته. مسلمان‌ها مشارکت داشتن و خود رسول صلی الله علیه و سلم در این حج بودن. 100,000 نفر از صحابه هم همراهی می‌کردند. 100,000 نفر از صحابه هم همراهی می‌کردند. 100,000 نفر از صحابه هم همراهی می‌کردند رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در این مراسم. بله اینم شبکه وهابی دوم. چند فرمودن استاد یزدان اونجا بودن؟ عده کمی 100,000 نفر. 100,000 نفر با پیغمبر در این وادی حضور داشتن و پیغمبر در حضور 100,000 نفر دوستی علی رو معلوم کرد که همه علی رو دوست داشته باشید، همه 100,000 نفر. بله بسیار عالی. به هر حال قدیر برای ما به عنوان خورشید مطرح میشه، آفتاب قدیر، ولی برای وهابی ها ما میدونیم قطعا کابوسه و هیچ کاری نمیتونن بکنن. ما اگر 10 شب برنامه بگذاریم اینها اینطوری به لرزه میافتن، اونا 1000 شب برنامه بگذارن یک دونه از مباحث ما هم نمیتونن پاسخ بدن. مطمئن باشید بینندگان عزیز یکی از بحث‌های ما رو اگر اینها میتونستن پاسخ علمی و قانع کننده بدن حتما تماس میگرفتن با شبکه ما تا همون یه موضوع رو حداقل مطرح کنن. بله بینندگان عزیز گرامی متوجه شدید که در این کلیپ در شروع کلیپ که گذاشته بودن فراموش کرده بودن که مونتاژ بکنن این قسمت رو حذف بکنن که جناب استاد سلیمانی میفرمایند که در این سفر حج. جناب استاد خودتون بیشتر در مورد کلیپ صحبت کنید. گفتن که از قدیم چه دلیر است دزدی که به شب چراغ دارد. بله. یا چه دلیر است دزدی که به کف چراغ دارد. درست. و جای تعجب کسی که دزدی میکنه و بعد خودش با چراغ هم میاد در شب دزدی میکنه. حداقل کاش اون قسمت اول رو حذف میکردن که جواب کلیپ در خود کلیپ اونها نباشه. من اگر اجازه بفرمایید جناب استاد انصاری، من درباره این کلیپ خب همونجوری که خودتون بینندگان عزیز مشاهده کردید تمام صحبت‌های کامل بنده قبل از اون هم پخش شده بود و در خود کلیپ هم که خب در ابتدا بنده عرض کردم که در سفر حج با رسول صلی الله علیه و سلم بیش از 100,000 نفر از صحابه پیامبر اکرم علیه السلام رو همراهی می‌کردند. دیگه دست از پا نشناختند و خودشونو گم کردند و گفتن که بله این گفته که در قدیر خم 100,000 نفر پیامبر رو همراهی می‌کردند. اما اگر اجازه بدید ما در مورد این خب دروغش که انقدر آشکار و نمایان بود که دیگه نیازی به گفتن نیست. درباره خود موضوع بحث اینه که این صحبتی که بیننده عزیز داشت جلوتر از من و صحبتی داشتن که بحث سفری به زاهدان داشتن و رفته بودن و درست آشنا شده بودن با حقیقت و قرآن رو مطالعه کردن. متاسفانه مشاهده میشه که در بسیاری از مراجع یعنی منابع بحر تشیع و حتی در بین علما و روحانیون و در شبکه‌ها که خب به طریق اولا، یعنی ما انقدر در شبکه‌ها اومدیم و صحبت کردیم و انقدر کلیپ از به هر حال مسئولین این شبکه پخش شده که دیگه نیاز به تکرار مجدد حالا یکیش هم جواب ندادن تا هنوز. حالا به هر حال باز میگن که کاش اهل بحث علمی باشند و بیان جواب بدن. خب شما یکی از این ما الان نزدیک 500 تا کلیپ پخش کردیم و بیش از 100 تاش که مال آقای قزوینی هست. درست. و خب شما به جای اینکه صحبت‌های سلیمانی رو بیاید سر و تهش رو ببرید بعد تازه همونم نصف کار قیچی تو نصفش رو ببرید، این حکایت از بی تجربگیشون میکنه. شما بیاید این صحبت‌های به هر حال به جای اینکه صحبت‌های سلیمانی رو بر ضد خودتون استفاده بکنید، صحبت‌های مدیر کانال خودتون رو بیاید جواب بدید و بعداً به ما بپردازید. اما علاوه بر این من میخوام جناب استاد انصاری به یک موضوع مهمتر اشاره بکنم که این تفکر و این باور اصلا از کجا شروع میشه و چرا چون این خیانت‌های اون هم در روز روشن و به حال با چراغ کسی به دزدی میره. شاید فکر میکنن که مردم کورند، شاید کسی که با چراغ شب به دزدی میره این گمان رو داره که صاحب خونه و کسانی که توی خونن همه کورن. که کور هستن دیگه، بالاخره آدم کور شب و روز براش فرقی نمیکنه، حداقل من یه چراغی بردارم تا راحت‌تر دزدی بکنم. و اما در خود بحث قدیر و خب شبکه ولایت اون شبکه هست که آقای قزوینی هم خب خودش
از مقلدین مرجع بزرگتر خودش است و اون چیزی که اگر به اصل به سرچشمه ما اشاره بکنیم، آب از سرچشمه ناپاک اصلا. آب از همون منبع که شروع شده اصلا از همونجا ناپاکی شروع شده. ما در بحث غدیر اگر بیایم به عنوان مثال به هر حال مشهورترین کتابی که مدیر کانال ولایت داره آقای مکارم شیرازی اشاره بکنیم، تفسیر نمونه است. در 12 نفری جمع شدن این کتاب رو تالیف کردن، نوشتن و به هر حال به اسم یک نفر زدن که این کتاب مال آقای فلانی هست و گرچه روی جلد این کتاب نوشته شده که استاد محقق فلانی، خب همون باز پایین‌تر نوشتن که با همکاری عده‌ای از دانشمندان و علما که یکی از اینها مثلا حداقلش آقای محسن قرائتی است. در این کتاب در همین موضوع در جلد پنجم این کتاب صفحه 21 در ذیل آیه 67 سوره مبارکه مائده که به اصطلاح با آیه تبلیغ مشهور هست و این آیه رو بسیار سر صدا کردن که این آیه در غدیر خم نازل شد و این آیه برای پیامبر نازل شد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ای پیغمبر ما اون چیزی رو که به تو نازل شده برسون. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگه این کارو نکنی تو اصلا رسالتت رو ناقص گذاشتی، هیچ کاری نکردی، تو اصلا رسالتت اصلا انگار نیومدی اصلا. والله یعصمک من الناس، و نترس، از هیچ چیزی نترس، چرا که الله حفاظت شما رو به عهده گرفته. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، الله هرگز کافرین رو هدایت نخواهد کرد. این آیه 67 سوره مبارکه مائده است که ادعا میشه که این آیه در غدیر خم نازل شده و در همین تفسیر باز هم در خب قبل از اینکه به موضوع غدیر بپردازه و در شرح این موضوع بسیار با آب و تاب فراوان ذکر میشه که پیامبر این مفهوم والله یعصمک من الناس، الله تو رو حفظ میکنه، این به چه معنا بود وقتی که چون اصل گفتیم از سرچشمه ناپاک آب. این آیه رو اولا که ادعا میشه که در غدیر نازل شده، در حالی که این آیه هیچ ارتباطی با غدیر نداره. درست. همونجوری که باز ادعا میشه که آیه 3 سوره مبارکه مائده هم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا که بخشی از آیه 3 سوره مائده است. این آیه هم بعد از این جریان اول اون نازل شده، پیامبر اومد ابلاغ کرد، یعنی ولایت علی رضی الله عنه رو، بعد از اون باز الله هم خب تشکر کرد دیگه، دست در نکنه و به هر حال اینم الیوم اکملت لکم دینکم. درست. در حالی که خب روایات صحیح ما داریم و ثابت شده که آیه اکمال دین قبل از غدیر نازل شد. این یک ماست. یعنی هر دوی این آیه قبل از غدیر نازل شدن. آیه اکمال دین در عرفات نازل شد، اون روزی که الله تعالی منت گذاشت بر این امت که حج رو انجام دادن و یکی از ارکان بزرگ حج انجام شد. پیامبر وصیت کرد در حضور بیش از 100,000 نفر از مسلمانان بر نسبت مکه بعد رسالت به اتمام رسیده بود و الله تعالی بشارت داد. این آیه هم که آیه 67 به اسم آیه تبلیغ مشهور هست، این آیه سالها قبل از این جریان نازل شده بود. چرا که اگر به خود محتوای آیه بررسی بکنیم، کافیه که همون برادری که اشاره فرمود ما بریم قرآن رو بخونیم. درست. بریم حتی ترجمه های فارسی که غیر ما، حالا میگن وهابیون ترجمه کردن، غیر وهابیون ترجمه کردن به قول خودشون، این کتاب رو مطالعه بکنیم. این آیه رو خود همین آیه واضح هست، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، اون چیزی که به تو گفته شده برسون. اولا که بلغ ما انزل الیک، آن چیزی که به تو نازل شده است. نازل شده است یعنی چی؟ یعنی وحی به شما رسیده است. وحی یعنی چی؟ یا آیه قرآن کریم است، یا اینکه این وحی حدیث صحیحی است که به اسم حدیث قدسی مشهور است که از روایات صحیح باید ثابت بشه. اگه بحث احادیث آمد دیگه موقع از روایات صحیح با سند صحیح باید ثابت بشه. شما یک آیه از قرآن کریم بیارید که در این آیه اشاره شده باشه که پیغمبر برو اعلام بکن که علی بعد از من جانشینه. الله که میفرماد اون چیزی که من به تو نازل کردم برسون، اگه نرسوندی رسالت ناقص شده. شما در یک جای قرآن بیارید کجا الله تعالی آیه نازل کرده که پیغمبر میترسید از بیان اون آیه، میگن میترسید پیامبر از این، تازه به خود پیامبرم توهین میکنن، بعد میگن که موقع حدیث قرطاس پیامبر میخواست اینو بنویسه نذاشتن ننوشت. پیامبر هم ننوشت، علاوه بر اینکه پیامبر ننوشت خدا هم بهش وعده داده بود که والله یعصمک. حالا جالب اینجاست که تو حدیث قرطاس هم خب اون بحث مفصلش جدا خودش که پیامبر ننوشته، شما از کجا میدونید چی میخواست بنویسه؟ شما از قلب پیامبر خبر داشتید؟ خب من نوعی میگم میخواست ولایت ابوبکر رو بنویسه، شما از کجا ثابت میکنید که ولایت علی رو میخواست بنویسه؟ چیزی که نوشته نشد. علاوه بر اینکه خود این بحث وقتی که بحث آیه انزال آیه مطرح میشه، بعد در ادامه میفرماید الله تعالی ای پیغمبر ما اینو بگو والله یعصمک من الناس، نگران این نباش که مردم چیکار میکنن با تو. اگر این آیه بپذیریم که این آیه در غدیر نازل شد به فرض محال،
غدیر بعد از اتمام حج، بعد از فتح مکه است، بعد از اینکه پیامبر اکرم علیه السلام بر بیشتر شبه جزیره عربستان مسلط شدند. در مدینه خبری از یهود بنی قریظه، بنی قینقاع، بنی نذیر و بسیاری از مشرکینی که اطراف بودن هیچ خبری از اینها نیست. دیگه اون مشرکینی که در مکه هر روز نقشه میکشیدن برای مدینه هیچ خبری از اینها نیست. هیچ کسی نیست که پیامبر نگران اونها باشه حتی یا بترسه. 10,000 نفر اومده بودن برای فتح مکه فقط. امروز 100,000 نفر صحابی در صحرای عرفات جمع شدن و پیامبر اکرم علیه السلام الله تعالی هم آیه ابلاغ کرد که امروز دین شما کاملا تکمیل شد. حال اگر بحث اینجا مطرح باشه که الله تعالی اگر فرمود منظور این باشه والله یعصمک من الناس، اگر در این بحران زمانی نازل شده باشه این آیه که پیامبر ما نگران هیچی نباشه، پیامبر از کی میترسید؟ یهودی وجود نداشت که ازش بترسه، مشرکی در مکه نبود که بترسه، کسی نمونده بود که بترسه. پیامبر نگران کی بود؟ نگران چی بود؟ از کی نگران بود؟ خب میگن کی نگران بود؟ خب حتما ابوبکر عمر دیگه، پیامبر از ابوبکر عمر میترسیدن حتما. خب این باز توجیه میشه که پیامبر از ابوبکر عمر میترسیدن که ابوبکر عمر بلند میشن و سر صدا میکنن و خب پیامبر عمر اگر ابوبکر عمر میخواستن اعتراضی داشته باشن نسبت به این موضوع، خب اون روایت من کنت مولا فهذا علی مولام که گفته شد، اونا هیچ کاری نکردن، چیزی نکردن. تازه اینو اهل سنت هم روایت کردن، خود اهل سنت هم روایت کردن، خود اونها اومدن تبریک گفتن که تو امروز مولا شدی، یعنی دوست و ولی الله تعالی قرار گرفتی و ولی رسول صلی الله علیه و سلم و مسلمین. و تاکید بر گذشته و شکی در نیست که امیرالمومنین علی رضی الله عنه قبل از این همین ولایت و این محبت و این دوستی در بین صحابه نسبت بهشون بود، تأکیدی بر محبت رسول صلی الله علیه و سلم. حالا برگردیم نسبت به خود موضوع، ببخشید من زیاد صحبت کردم. اما خود این موضوع چون از اصل مشکل پیدا میکنه، میگن این آیه اینجا نازل شد. خب چرا این آیه اینجا نازل شد اصلا؟ چرا در صحرای عرفات نازل نشد؟ حالا جالب جریان اینجاست که در تفسیر نمونه صفحه 21 جلد 5 در ذیل آیه 67 سوره مبارکه مائده، به هر حال حالا یا آقای مکارم شیرازی خودشون اینو نوشتن یا به هر حال زیر نظر ایشون 12 نفر دیگه نوشتن و ایشون هم خب به هر حال زیر نظرشون بوده تایید کردن دیگه. بحث اینجاست، به اسم نشون داره پخش میشه. این صفحه رو اگر شما داشته باشید نمیدونم، حالا من متن دارم میخونم، همین جلد 5 صفحه 21 رو بینندگانم فرمان اگر نشون بدن. بله این تفسیر نمونه است. این جمعی از نویسندگان که زیر نظر بالا نوشته شده استاد محقق آیت الله عظم مکارم شیرازی و پایینم که جمعی از با همکاری جمعی از نویسندگان. و خود صفحه رو اگر داشته باشیم صفحه 21 رو جلد 5 و صفحه 21 جالبه که اینو از سایت خودش گرفتیم. بله این متنی که الان دوستان اتاق کنترل نشون بدن، بله این ما رو از خود سایت آقای مکارم شیرازی گرفتیم. و در پاراگراف سوم اینجا در حقیقت 4 راهی است. اینجا منظور خب بالاتر در خط بالا اشاره شده غدیر خم، سپس بیابان‌های خشک و سوزان غدیر خم از دور نمایان می‌شد. اینجا یعنی غدیر خم در حقیقت 4 راهی است. اشاره به اینه که در زمان پیامبر اکرم علیه السلام اینجا 4 راهی بوده. اعتراضی که میشه اینه که خب چرا پیامبر در غدیر خم این مسئله را مطرح کرد؟ این جوابی بر اون اعتراض به نحوی که اینجا خیلی منطقه استراتژیک بسیار مهمی بود، حالا پیامبر به خاطر اینجا اومد مطرح کرد. و هدف از این جملاتی که در این پاراگراف میاد اینه که بگیم اینجا خیلی مهم بوده، 4 راهی بوده. حالا این 4 راهی جالبه که ببینیم در قعر بیابان بین مکه و مدینه در فاصله 200 کیلومتری شمال مکه مکرمه، در اون بیابانی که خب میگن همینجا بالاتر گفته میشه که بیابان خشک و سوزان، 4 راهی است که مردم سرزمین حجاز را از هم جدا میکند. راهی به سوی مدینه در شمال و راهی به سمت عراق در شرق و راهی به سمت غرب و سرزمین مصر و راهی به سوی سرزمین یمن در جنوب پیش می رود. همینجا بایستیم یک لحظه، چند لحظه که خب یک 4 راهی است. ما یک 4 راهی داریم که از یک طرف میره به عراق، از یک طرف از شرق میره به عراق، از شمال هم میرسه به مدینه منوره، از جنوب میاد به سمت یمن و از غرب هم میرسه به مصر. در این کلام اگر عزیزانی که خب تو کلیپ هم نشون داده شد و نقشه رو ببینن، ما نقشه عربستان سعودی رو کسانی که داشته باشن، هدف از ذکر کلمه عراق، مصر و یمن چیه؟ هدف اینه که گفته بشه که مسلمانانی از عراق هم بودن، مسلمانانی از مصر هم بودن، مسلمانانی از یمن هم بودن، یعنی کل به هر حال منطقه جمع شده بودن، برای حج اومده بودن. حالا تو این 4 راهی قرار بود هر کی بره سراغ کار خودش، زندگی خودش، خونه خودش. و ما در این 4 راهی پیامبر اکرم علیه السلام این مسئله رو مطرح کردن. اولا که در غدیر خم اگر یک خط موازی با غدیر
روی نقشه یعنی موازی با خط استوا روی نقشه کشیده بشه، شرق قدیر خم میشه ریاض امروزی و اگر همینجوری ادامه بدید از کشور عربستان خارج بشید میرسید به جنوب قطر و میرسید وارد امارات میشید و از جنوب دبی به عمان میرید و همینجوری گذر میکنید. هرگز شرق قدیر خم به عراق که هیچ، به جنوب عراق هم نمیرسه و هیچ ارتباطی با عراق نداره. بله جناب استاد، این تصویر همون تصویری است که دوستان عزیز اگر لطف بکنن در اتاق فرمان نشون بدن. ببینید ما قدیر خم رو الان داریم در بین مکه و مدینه منوره. بله. این قسمت دقیقاً قدیر خمه. اینجا حالا ما نقشه سمت شرق، یعنی که همینطور شما فرش ببرید اون گوشه بالا که به هر حال دریا مشخص است، اون گوشه سمت راست تصویر بالا. بله. این خب خلیج فارسه و از اونجا شما این قدیر خم رو وقتی که خط مستقیم به سمت شرق بکشید هرگز به اصلا جنوب خلیج هم نمیرسه، چه برسه به عراق. درست. حالا در ثانی بحث عراق وقتی مطرح میشه، ذکر عراق چه سودی داره در این روایت؟ ما مگر از عراق مسلمانی داشتیم در اون زمانه؟ در زمان پیامبر اکرم علیه السلام اصلا مسلمان ها دایره اسلام از جزیره العرب از خود حجاز خارج نشد. بخش های از شمال حالا این عراق که عراق در زمان صدیق خشکی راه داره، این مصر از کجا آورد؟ اون جالبترش اونه، باز عراق در زمان صدیق اکبر فتح شد. درست. اصلا اسلام از عربستان امروزی خارج نشده بود در زمان پیامبر. مسلمانی در عراق وجود نداشت که برای حج اومده باشه که بگیم خب حالا مسلمانای حج برمیگشتن عراقی‌ها. جالبترش باز بحث مصر هست. بحث مصر هم با چنان آب و تابی اینجا ذکر شده که راهی به سمت غرب و سرزمین مصر. سرزمین مصر خب در شرق، در غرب دریای سرخ ما مصر رو داریم و جالب اینجاست که مصر 10 سال بعد از این جریان فتح شده در زمان فاروق اعظم رضی الله عنه و ما یک نفر هم در مصر مسلمان نداشتیم در اون دور زمان، در زمان پیامبر اکرم علیه السلام. یعنی میخواد اهمیت قدیر رو نشون بده، بگه شاید که مسیحیایی که در مصر بودن برای حج اومده بودن با پیامبر، یا کسانی که در عراق یا بودن، مجوسیایی که در عراق بودن برای حج اومده بودن. منظور اینه که اینا می‌خواستن برگردن. ما در مصر که مصر مسلمان نشده بود اصلا، مصر فتح نشده بود، عراق فتح نشده بود. باز جالب‌تر اگر همین نقشه رو داشته باشیم ما دوستان در تا فرمان ببینید ما الان در عربستان محدوده قدیر رو اگر شما مشخص بکنید بین مکه و مدینه با فلش، ما اینجا حدوداً از سمت محدوده قدیر به سمت غرب اگر بخوایم پیش بریم، کمی زوم رو بیشتر بکنید، بله ما از این قسمت سمت غرب اینجا مکه است، بالاترش میشه حدود وسطای راه این حدودها میشه قدیر، سمت غربش میشه دریای سرخ و اینجا دریای سرخ. خب کسی که از مکه میخواست بره به مصر چرا بیاد 200 کیلومتر بالا، 200 کیلومتر بیاد بالا، بعد اونجا لب ساحل سوار کشتی بشه؟ خب از همونجا مکه میرفت لب ساحل دیگه، جده میرفت کشتی سوار میشد میرفت مصر. چون همون زمان هم جده یک بندر رفت آمد بود. شما در منطقه قدیر فقط یک شهرک رابغ رو میبینید که این شهرک رابغ یک شهرک صنعتیه که هیچ جدیداً تأسیس شده، یک شهرک صنعتی نفتیه و برای جدیداً تأسیس شده و از اون طرف میرفتن مردم، میرفتن جده سوار میشدن دیگه. چرا بیان اینجا؟ اصلا مسلمانی بود مگه بره مصر؟ خب این باز خودش عجیب ترش اینه. مثل در زمان سیدنا عمر فتح شد 10 سال 20 یا 21 شروع شد تا 21 ادامه داشت. ما 10 سال بعد مصر رو فتح کردیم. نه در مصر مسلمانی بود، نه در عراق مسلمانی بود که بخواد بیاد. پس این که از شرق به عراق میرسید، اولا از شرق به عراق میرفتن اول به شمال به مدینه و بعد از مدینه میرفتن به سمت عراق. الان هم همین، الان هم که در عربستان سعودی اگر کسی بخواد از مدینه منوره بره به ریاض، حتی یا از بین راه مدینه به ریاض، یا مجبور بره مکه از اون ور بره ریاض، یا مجبور بیاد مدینه از اون طرف بره ریاض. از وسط هیچ راهی وجود نداره برای رفتن به ریاض. و باز هم مسئله یمن باز جالبه که اینجا ذکر میشه، گرچه خب در یمن ما مسلمان هایی داشتیم که برای حج شرکت میکردن، در یمن هم ذکر میشه که این چهارراهی از جنوب به یمن میرسید. خب این چهارراهی که در نقشه ما نشون دادیم، جنوب قدیر مکه مکرمه است. هر کسی که بخواد بره جنوب سعودی حتما باید بره اول مکه مکرمه، بعد از مکه برگرده بره یمن. این چهارراهی چه ارتباطی به یمن داشت؟ اصلا هیچ ارتباطی به یمن نداره. یعنی اینا میخوان بگن که دوستان عزیز در اتاق فرمان اگر نشون بدن صفحه لپتاپ رو، بله اینا میخوان بگن که اهل یمن از اینجا که مکه باشه رفتن به این قسمت 200 کیلومتر تو بیابون اومدن تقریبا به اینجاها رفتن، به این نزدیکی‌های رابغ، به این منطقه، به اینجا رفتن، به این چهارراهی یمن رسیدن. از اینجا بار برمیگردن میرن بعد دوباره همین انسان‌ها بیچارا به خاطر آقای مکارم شیرازی رفتن تا اونجا حدود 160 کیلومتر راه تقریبا روی نقشه مستقیم. این تازه مستقیم، اگر اون زمان که از پیچ و خم جاده‌ای که به اصطلاح بوده 200 کیلومتر راه.
بعد دوستان نشون بدن این سفر رو. بعد از اینجا دوباره برگشتن اومدن همینطوری تا مکه، بعد الباحه اومدن، سبت العلیا اومدن، نماز، خمیس، محال اسیر، یعنی چیز حدود 1000 کیلومتر رفتن تا به یمن. اینجا یمن هست، صنعا، یعنی اینا رفتن تا این قسمت، دوباره برگشتن به خاطر فقط چون که اینجا آقای مکارم شیرازی خواسته در قرن 21 دروغ بگه که حالا این چهارراهی یادم میاد باید جاده ابریشم میندازه، نمیدونم تو عربستان هم شاید اون موقع جاده ابریشمی بوده و این چهارراهی اولا که هیچ دوراهی بیشتر نبوده، یک دوراهی بر سر راه مکه و مدینه است و به هر حال اونجا آبگیری بوده که اتراقی شده و داستان ما مفصل در کلیپ ذکر کردیم و خب این هم یکی از شاهکارهای، این البته یک نمونه از این به هر حال شاهکارهای تفسیر نمونه است. بله. نمونه های زیادی در تفسیر نمونه هست که واقعا نمونه‌ن برای ذکر کردن و این رو عزیزان میتونن در صفحه 21 جلد 5 تفسیر نمونه این رو ببینید اگر باور نمی‌کنید. و عجیب اینجاست که حال انسان تعجب میکنه، یا اون کسانی که این کتاب رو نوشتن و حالا چه یک نفر چه 13 نفر این کتاب رو نوشتن، یا واقعا از تاریخ و از جغرافیای سرزمین عربستان واقعا بیخبرن، یا نه فاستخف قومه فاطاعوه، همون کاری رو میکنن که فرعون میکرد، در خفت و خاری و جهالت نگه میدارن قومشون تا اونها رو برده خودشون بکنن و اطاعت بکنن از اینها. واقعا این جای شرمه که انسان دم از حقیقت بزنه و این گونه دروغ بگه در روز روشن و این گونه بیاد حقیقتایی رو که اصلا هیچ وجودی نداشته. ما نه در مصر مسلمانی داشتیم، نه در عراق و نه در مناطقی که ذکر میشه و جمعیتی هم که به غدیر رسیدن فقط کسانی بودن که از مدینه منوره با رسول صلی الله علیه و سلم حرکت کردند و بسیار از کسانی که در حج شرکت کردن 100,000 نفر مردم مکه بودن، مردم طائف بودن، مردم اطراف طائف بودن، مردمی از یمن اومده بودن. اینها هم کسانی بودن که از مدینه رفتن یا از شمال مدینه که اصلا از مسیرشون هم از مدینه نبود، از سمت بدر میرفتن. اینها هم کسانی بودن که در حج شرکت داشتن و در مسیر برگشت در خود غدیر هم کسانی که فقط از مدینه حرکت کردن. ما فقط همونها رو داشتیم، بیشتر از اون هرگز نداشتیم. اهل مکه رو فراموش کردید که تقصیر این بیچاره‌ها چی بوده که در این ابلاغ ولایت وجود نداشته باشه؟ یا رفتن 160 کیلومتر 200 کیلومتر راه رفتن دوباره برگشتن. اهل مکه سنی بودن و به خاطر همین شاید دیگه اهمیت نبوده، مهم نبوده براشون این مسئله. نمیدونم والله این مسئله مکه اصلا همچین حرکتی با حکمت رسول صلی الله علیه و سلم منافات داره که 100,000 نفر رو در صحرای عرفات که همه جمعاً ول بکنه و همونجایی که همه بودن این مسئله مهم مطرح نشه اگر انقدر مهم بوده و بگذاره بیاد 200 کیلومتر بالاتر، در حالی که همه رفتن. مردم یمن از مکه رفتن یمن، مردم مکه اونجا موندن، مردم طائف رفتن طائف و هر کسی به سمت خونه زندگی خودش رفته، فقط مردم مدینه اومدن. در بین راه این مسئله مطرح بشه و این آیاتی هم که اشاره میشه هرگز در این واقعه نازل نشده و قبل از اون نازل شده و هیچ ارتباطی به این واقعه نداره. چرا که اگر ما بپذیریم که رسول صلی الله علیه و سلم این آیات نازل شد، این آیات وقتی نازل شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه بودن، بنی قریظه هنوز بود، بنی نذیر بود، بنی قینقاع بود، منافقین بودن، مشرکین بودن و جای نگرانی وجود داشت. و خود محتوای آیه هم چی بود؟ آیه بعدی است، آیه 68. پیامبر فرمود الله تعالی امر کرد که برسون اون چیزی که به تو نازل شده. چی نازل شده؟ آیه بعدی قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء، ای اهل کتاب شما هیچ چی نیستید اصلا مگر اینکه شما برگردید به اصل تورات و به اصل انجیل و اون چیزی که بر شما نازل میشه یعنی قرآن. گفتن این فتوا سخت بود. کسانی که یهودی که خودشون میگفت نحن ابناء الله و احباؤه و کسانی که میگفتن لا يدخل الجنه الا من كان هودا و نصارا، به بهشت هیچ که وارد نمیشه مگر اینکه یهودی باشه یا مسیحی، ما فرزندان خداییم، ما احباب خداییم. اینها رو شما بیاد دیگه لستم علی شیء، شما هیچ پشیزی نیستید، عددی نیستید. اون هم در شهری که ساکنان اصلیش خود یهودی در زمانی که اونها بر قدرت بودن از نگاه نظامی قدرت داشتن، بنی نذیر، بنی قینقاع و به هر حال کسان دیگه که بودن اطرافشون قدرت داشتن و این یک کمی سخت بود گفتنش و الله تعالی ضمانت کرد رسول صلی الله علیه و سلم رو که شما نگران. حتی وقتی که این آیه نازل شد در مدینه منوره، رسول الله صلی الله علیه و سلم کسانی رو که برای نگهبانی می‌آمدن احیانا شب‌ها کنار رسول صلی الله علیه و سلم در کنار خانه فرمودند برید که الله تعالی من رو حفاظت کرد، حفاظت من رو به عهده گرفت. من زیاد صحبت کردم. جزاکم الله خیر. من تشکر می‌کنم از برادر عزیز و استاد گرامی جناب آقای فضل الحق سلیمانی که قبول زحمت فرمودن و در این برنامه تشریف آوردن. تشکر از شما. امیدواریم که از این تلبیس‌ها بیشتر بکنن که تا وجود شما بیشتر محسوس بشه در برنامه آن روز که چون حالا شاید کلیپ درباره من بود اومدم دیگه اگه مجبور بکنن
میایم دیگه چیکار کنیم. جزاکم الله خیر. و همچنین من نصیحت میکنم در شبکه زلالت که وقتی میخواید تلویث بکنید خب یک کمی بشینید به دقت این کلیپ‌ها رو بررسی بکنید که یک کلمه در داره که آبروتون. ما میتونیم یه ورژن جدید از برنامه پریمیر یا ادیوس بفرستیم اگر ندارن که اونو کات کنن، حداقل راحت‌تر کاتش. بله. تشکر میکنم از برادر عزیزمون استاد سلیمانی که تشریف آوردن در برنامه آن رو سکه. دوستان عزیز، کلیپ شماره یا فیلم شماره 61 هم در مورد غدیر هست. صحبت هایی که در این سفر جناب دکتر نور محمد عمرا کردن در مورد غدیر، این فیلم رو با هم میبینیم و بعد از اون انشاءالله تماس های شما عزیزان رو خواهیم گرفت و نظر شما رو در مورد این تلویث خواهیم شنید. با ما همراه باشید. جزاکم الله خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلاة و السلام علی رسول الله. دوستان، سلامی به وسعت این وادی و به صفا و صمیمیت این فضای زیبا و این صخره‌ها. این صخره‌هایی که یادآور روزهایی از تاریخ اسلام هستند. ما الان در غدیر خم هستیم، درست در مسیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در هجرتشون از مکه و به این سو اومدند، از این وادی که غدیر خم باشه رد شدند و به این طرف به ماه احیا و ثنیه مره و نهایتاً به قبا و مدینه تشریف بردند. این وادی حکایت ها داره، حکایت هایی از سال 10 هجری، سال حجة الوداع که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اومدن اینجا، سالی که پیامبر در جایی از این وادی دست امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب رو بلند کردند و فرمودند کسی که من دوستش دارم با منو دوست داره، علی رو باید دوست داشته باشه. محبت علی، محبت دست پروردگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. وقتی نگاه میکنم تو سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، چیزی که در زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خیلی چشمگیره اینه که پیامبر خدا صحابه‌ش و اون شاگردان اولینشو خیلی خیلی دوست داره. در سختی ها اونا رو پیش قدم میکنه. وقتی که هجرت، کی باید تو هجرت کنار پیامبر باشه؟ ابوبکر، اولین مرد سترگی که ایمان آورد. کی میخواد جانفشانی کنه؟ علی، اون نوجوانی که اولین نوجوان بود که به کاروان توحید پیوست. اینجا میان برخی از صحابه از حضرت علی دلخورند. پیامبر این رو قبول نمیکنه. این علی رو من پرورش دادم، این علی تو خونه من پرورش پیدا کرده. دیگه این علی یک نمادی از صداقت، از راستگویی، از امانته. چطور به خودتون حق میدید که بیایید از علی دلخور بشید؟ علی که باید قدرشو دونست، قدر اون جهادشو دونست. چطور میایید به خودت اجازه میدی از ابوبکر بد بگی؟ ابوبکری که این همه جانفشانی در راه حق کرد، همه چیزشو در راه توحید فدا کرد. یه روز یکی از صحابه با حضرت ابوبکر بگوی مگوی میشه، اشتباه هم شاید از ابوبکر بود، اما یک صحابی بیاد از ابوبکر دلخور بشه، این واسه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم غیر قابل قبوله. ابوبکری که این جانفشانی ها کرد، اگر هم اشتباه کرد باید از اشتباهش بگذری، باید قدر اون تاریخشو بدونی. ببینید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، یکی از صحابه میاد یه اشتباه بسیار بسیار بزرگی میکنه. حاتب ابن ابی بلتعه یکی از اسرار بسیار مهم نظامی رو میرسونه، میخواد برسونه به دشمن. این شخص که جبریل میاد این کارشو بربلا میکنه، دستگیر میشه. عمر میاد عصبانی که یا رسول الله این خیلی اشتباه بزرگی کرده، مثل این باید گردنش زده بشه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید نه، چه کار میکنی با مشارکت این در بدر؟ کسی که در بدر شرکت کرده خداوند ازش گذشته، هر اشتباهی کنه بازم خداوند ازش گذشته. واسه چی؟ واسه این که خداوند قدر اون جانفشانی ها رو میدونه. در حدیبیه هستیم، شایعه میشه که حضرت عثمان شهید شده.
پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، اون پیامبری که راضی این همه مدت صبر کرده 360 بت در خانه توحید باشه، وقتی که میاد مسئله خون عثمان دست پرورده پیامبر میشه، میاد همه لشکر رو جمع میکنه، با پیامبر پیمان خون میبندن که باید انتقام عثمان رو بگیریم. پیامبر خدا هم دست خودشو میذاره تو دستش که این بیعت من با عثمانه. این همه جانفشانی ها در پیش پیامبر خدا ارزش داره، قدر داره. تعجب در اینه که امروز اگر یک استادی، یک عالمی، یک دانشمندی کوچکترین لغزشی ازش صورت گرفت، همه زبانهای 2 متری دراز میشن گردنشو میزنن که فلانی چنین کرد. اون جهادش، اون زحمتهاش کجا رفت؟ قدر دعوتگر، قدر مؤمن، قدر با ایمان رو دونست. و بدتر از این و خیلی زشتر از این اونیه که بعضی از افراد نادان، افرادی که سرشون پر از حماقته، به خودشون میان اجازه میدن که چی؟ که بیان به پیامبر یا به دستبردگان پیامبر، روی صحابه زبان نحسشون رو دراز کنن، روی کسایی که در مکتب نبوت پرورده شدن زبانشون رو دراز کنن. ای توف به همین عقل، چطور به خودت اجازه میدی این افرادی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اونا رو تربیت کرد، این افرادی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم 1400 مؤمن رو دستشو گذاشت تو دستش، اگه خون عثمان بره خون هممون رفته، میایی تو امروز به عثمان بد میگی؟ چطور تو به خودت اجازه میدی پیامبری که میگه در مورد حضرت ابوبکر دعولی اصحابی، یاران منو بگذارید، شما بدبختا هر کاری بکنید چیک میتونی بکنید، اگه یکی از شما بیاد مثل کوه طلا رو در راه خدا انفاق کنه، مثل یه دست یه چیز کوچیکی که ابوبکر انفاق کرده نمیرسه. اون چیزی که ابوبکر داد، روزی داد که اسلام نیازش داشت. امروز اسلام به من و تو چی نیازی داره؟ پیامبر وقتی که کسی رو در کنارش میخواست ابوبکر بود. امروز من و تو باشیم و نباشیم ورسه، نه برای دین ما اهمیتی داره نه برای پیامبر خدا. ما بودیم، خودمون رو به خودمون ارزش دادیم. اگه ما در کنار کلام خدا ایستادیم به خودمون ارزش دادیم، نه به کلام الهی. امروز اسلام به کسی نیاز نداره، ما این که به اسلام نیاز داریم. پس اینی که بیایی به خودت همچین جرأتی رو بدی که بیایی به یکی از اون دستپروردگان مکتب نبوت، به اون شاگردان رسول اکرم، به اون افرادی که خداوند بهشون این شرف رو داد که چشماشون سیمای مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو دید، به اونایی که دستشون رو گذاشتن تو دست پیامبر خدا، میایی به اونا بد میگی؟ هی توفو بر همین عقل، توفو بر همین فهم، بیایید یکم همین قدیر خوب نگاه کنیم. این قدیر داره به ما میگه که پیامبر خدا قدر شناسه. ما بیایم قدر شناس باشیم، بیایم درک کنیم که اون جوان مردا، اون راد مردایی که با پیامبر در کنار پیامبر بودند، اینجا رفت و آمد کردند، این سختی ها رو در راه خدا تحمل کردن، در راه خدا خون دادن، جان دادن، مال دادن، همه زندگیشون رو تباه کردن، همه چیزشون رو در راه خدا دادن. بیاید قدر اونا رو بدونیم، نه اینکه اونا به قدر شناسی ما نیاز دارن، نه، ما بیایم خودمون رو به اونا نزدیک کنیم تا از بوی مشک اونا بوی بگیریم. بیایم خودمون رو به اونا نزدیک کنیم تا از ارزشی که در نزد خدا و پیامبرش داشتن ما هم با ارزش بشیم. نه اینکه اگر ما هرچه به اونا بد و بیرا بگیم از جمال و کمال اونا هیچی کم نمیشه، خودمون رو ذلیل و خوار میکنیم. ای دوستان، ای اونایی که این حرف این و اونو گرفتید، ای اونایی که بعضی از مذهب فروشان اومدن گولتون زدند، از این قدیر این درس رو بگیریم. قدیر قدرشناس، قدیری که در اینجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دست علی رو بلند کرد، گفت این علیه، این دست پرورده منه، قدرشو بدونید. اونی که منو دوست داره باید علی رو دوست داشته باشه. حب الانصار من الایمان،
اونی که منو دوست داره باید انصاری ها رو دوست داشته باشه. اصلا محبت و عشق ورزیدن به انصاریان، به راه انصاریان جزی از ایمانه. مهاجران رو باید دوست داشته باشی، در راه خدا همه چیز دادند. دوست عزیز، بیا به خودمون یه تلنگری بزنیم، بین افکار پوسیده ای که از این و اون به ارث بردیم یه تلنگری بزنیم، بیا قرآن رو باز کنیم ببینیم که چقدر قرآن میگه مهاجرون و انصار والذین اتبعوهم به احسان. بیا از اونایی باشیم که پیروان بر حق اونها بودیم. قول میدید؟ دست در دست من پیش به سوی فهم قرآن و پیش به سوی محبت خدا و محبت رسولش و محبت یاران پیامبر و محبت خاندان پیامبر تا به روز قیامت. بودم از قبل. بله. الحمدلله، شکر خدا هدایت هم داد. و موعد میشم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. خود من از یک شیعه بودم که 4-5 ساله که با خوندن قرآن موحد و مسلمان شدم. باور بفرمایید دیگه زیاده نمیتونم بگم. شاید ما 2 طبقه خونه داریم، یعنی 300 نفر پیش خونه اینا. حالا قبلا مثلا عزاداری داشتیم که الان شده کلاس قرآن، همه شد قرآن با تفسیرش میکنم. من خودم قبلا شیعه بودم، یه 2-3 ماهی که برنامه‌تون رو دیدم الان از تسنن شدم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. امروز شما به من فهموندید که باید حقیقت رو دریابم و به نام محمد روی آورم. الحمدلله 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 ما دام الوجود له حمدا يبلغنا رضا أبدا. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. پس الله هر که را بخواهد هدایت نماید سینه اش را برای پذیرش اسلام می گشاید. ثم الصلاة على المختار سيدنا وآله الكرماء وصحبه الزهداء. الحمد لله. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. این کلیپ رو دیدیم و تلبیسی که کرده بودن، حالا پیش میاد چون بی تجربه هستن بیشتر شاگردی بکنن در خدمت آقای مکارم شیرازی و آترا قزوینی، انشالله بیشتر یاد میگیرن، چون مثل اینکه اون روش های تلبیس و دروغ رو خوب یاد نگرفتن. حالا چرا اینطوری دارن به مردم دروغ میگن؟ اگر این نوچه هاشون این حرفا رو میزنن، خب بگیم شاید به خاطر بی تجربگی است. حالا قزوینی این حرفا رو میزنه، ناپختگی، جهالت، حماقت، شاید در آینده خدا هدایتش بده توبه بکنه. اما مکارم شیرازی این که مرجع تقلیده، این که وجوهات میگیره از مردم، این دیگه چرا اومده در کتابش دروغی به این بزرگی رو گفته که قدیر خم 4 راه بوده بین مصر و عراق و یمن و همه اینا؟ جوابش در 2 تا کلیپی هست که خیلی کوتاه دوستان عزیزمون پخش میکنن. دقت بفرمایید در این کلیپ. چیزی رو که من میخواستم بگم خود قزوینی جواب خودش رو میده. با هم ببینیم. این شبکه در جهان پخش میشه و مردم دارن میبینن. عذر میخوام، مردم گوسفند نیستن که هرچه شما بگید اینها قبول کنن. مردم عقل دارن، شعور دارن. برای شعور مردم احترام بگذارید. با اینکه به قول من نزدیک 30 سال کارم اینه، شبانه روزم رو وقف این کردم،
بارها هم گفتم همین بحثی که من اینجا دارم بعضا 20 ساعت 30 ساعت اینها را تنظیم میکنم کنار هم میارم اینجا جلوی دوربین میشینم، چون مردم از سراسر جهان دارن نگاه میکنن به زبان ما به عنوان یک روحانی اسلامی. که نباید بیایم اینجا خزعبلات از پیش خودمون مطالبی رو مطرح کنیم، یک آیه رو بخوانیم، 2 تا آیه رو به قول کنار بگذاریم. این روش برادر بزرگوار سرور عزیزم این صحیح نیست. زیبنده یک عالم دینی و یک کارشناس یک شبکه جهانی نیست. بله بینندگان عزیز و گرامی، اینا بیننده هاشونو مقلدینشونو گوسفند فکر کردن به قول خودشون که دارن این خزعبلات رو به خوردشون میدن. دوستان عزیزمون در اتاق فرمان شماره تلفن های برنامه رو زیرنویس خواهند کرد و نظر شما بینندگان عزیز و گرامی رو در مورد این کلیپ هایی که پخش شده تا الان انشاءالله خواهیم شنید. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام آقای خسته نباشید. سلامت باشید. لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ بله ناصر هستم آقای انصاری از ایران. آقا ناصر از ایران، بفرمایید بیننده گرامی. بله آقای انصاری، من شیعه هستم، از آقای سلیمانی هم تشکر میکنم، زیبا توضیح دادن، ولی یه شبهه یه چیزی سوالی داشتم ازتون. بفرمایید. آقای جلال الدین سیوطی در کتاب دورالمنصور خودش جلد 2 صفحه 297 و 297 روایتی میاره که اخرج ابن مردوه از حضرت عبدالله ابن مسعود صحابه پیامبر که میفرماید ما در زمان پیامبر آیه 67 سوره مائده را چنین میخوانیم که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک ان علی مولا المؤمنین. بله. می‌خواستم ببینم جواب شما درباره علمای اهل سنت در مورد این روایت، همین که در جلال‌الدین سیوطی که اینو ذکر کرده گفته ابن مردوه این حرف رو زده، در کجا گفته؟ کتابی از ابن مردوه شما نشون بدید که اینو توش گفته باشه. میتونید این کتاب رو ذکر بکنید؟ گفته اخرج ابن مردوه، یعنی از ابن مردوه اخرجه، نگفتی که ان ابن مردوه. اخرج ابن مردوه. خب ابن مردوه در کجا اینو اخرجه کرده؟ میتونید اسم کتابشو بگید؟ خب توی همین کتاب دورالمنصور عزیزم، من مثلا اسم شما چیه؟ آقا ناصر. من میگم آقا ناصر این روایت رو نوشتن، این روایت رو اخراج کردن، این روایت رو تصحیح کردن. آقا ناصر باید کتابی داشته باشه که این روایت رو اخراج کرده یا تصحیح و تضعیف کرده یا نه؟ باید داشته باشه نه؟ درسته بله، ولی خب هر روایتی که خود سیوطی میاره زیرش می‌نویسه مثلا به سند. اشکال این روایت همینه که همه علما اتفاق نظر دارن که ابن مردوی که این روایت رو سیوطی ازش گفته که اخراج کرده، در کجا اخراج کرده؟ کتابی ایشون نداره که این روایت رو در اون اخراج کرده باشه. اگر کتابی هست از عبدالله بن مسعود عزیزم، ما ببینیم ما صدها هزار روایت های دروغینی داریم که علمای ما نشستن در کتاب هایی که امروز قزوینی و امثال ایشون از اون کتاب ها دارن نقل میکنن، این روایت رو انداختن در این کتاب ها، گفتن که این روایت ها دروغه، این روایت ها ضعیفه. این مثلا همین کتاب لسان المیزان که همیشه قزوینی ازش نقل میکنه، همین ابن مردوی که شما میفرمایید سیوطی ازش نقل کرده در کتابش اخراج کرده، این حدیث رو در کجا اخراج کرده؟ کتابی اصلا وجود نداره از ابن مردوی که این حدیث توش وجود داشته باشه، چطور اخراجش کرده؟ متوجه شدید؟ در مورد موضوع قدیر بود، اینو خدمتتون گفتم، ولی باز از یک صحابی پیامبر نقل میکنه، این باز دروغ نقل میکنن. همین قضیه قدیر رو شما دیدید به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دروغ نسبت ندادن. همین مکارم شیرازی که مرجع تقلیده در کتاب تفسیر نمونهش دروغ نگفته، تو به پیامبر دروغ بستن، شما میخواید به عبدالله ابن مسعود دروغ نبندن؟ آقای انصاری، حالا یه سوال دیگه، بعد شما میگید که در قدیر دوستی حضرت علی ثابت شد، درسته؟
بله. و میگم پس چرا معاویه 6 ماه با حضرت علی خلیفه بر حق مسلمین جنگید؟ ببینید قضیه جنگیدن دلیل بر این نمیشه که ایشون رو دوست نداشت. ببینید در سوره حجرات الله سبحانه و تعالی میفرماید که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو گروه از مؤمنین با هم جنگیدن، الله سبحانه و تعالی هر دو اینا رو مؤمن گفته. مؤمن با مؤمن بغض نداره، اما جنگیدن. حالا اختلافات سیاسی بوده. شما ثابت بکن بعد به این آیه استدلال بکنید. جانم شما مؤمن بودن آقای معاویه رو ثابت بکنید بعد به این روایت استدلال کنید. معاویه صحابی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از امام حسن اومده باش صلح کرده. یعنی شما میفرمایید که معاویه رو در قرن 21 شما شناختید، حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما معاویه رو نشناخت، حکومت اسلامی رو به ایشون تحویل داد. حسن علیه السلام، امام حسن علیه السلام خلافت دنیوی رو داد بهش، صلح کرد خلافت دنیوی رو گذاشت درخته. پیامبرم با عزیزم حکومت مسلمان ها خلافت دنیوی هست که معاویه به اصطلاح امام حسن به معاویه واگذارش کرد. پس چرا حضرت علی به بقیه واگذار نکرد، به خاطرش جنگید؟ چرا حضرت علی با معاویه جنگید؟ احسنت شما میگید مؤمنه، پس حضرت علی خلیفه چهارم شما با گروه مؤمن جنگید. عزیزم جواب من رو بدید. من جواب شما رو دادم، شما دارید از این شاخه به این شاخه میپرید. من گفتم دو گروه مؤمن امکان داره که با هم بجنگن، در قرآن کریم ثابت شده. شما جواب من رو بدید که از علی و حسن کدوم یکیشون اشتباه کردن؟ علی که با معاویه جنگید اشتباه کرد یا حسن که صلح کرد جنگید اشتباه کرده؟ استغفرالله، هیچ وقت این دو بزرگوار اشتباه نکردن. خب این تناقضه. شما میگید که ببینید یک سوال منو جواب بدید. حکومت اسلامی عزیزم خلافت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خلافت دنیوی بود یا اخروی بود؟ آقای انصاری اجازه بده. جانم. ببین این امامتش اگر امامت هم نمی‌رسیدن امامای ما، این که دلیل نمیشه امام نبودن. پس چرا شما به سر و کلتون میزنین که ابوبکر و عمر غاصب بودن؟ خب ابوبکر و عمر خلافت دنیایی رو گرفتن، حضرت علی هم تو خونه نشسته بود، امام بود. پس این همه به سر و کلتون میزنید آهای حق علی رو خوردن، آی علی رو خانه نشین کردن، آی علی رو فلان کردن. چرا پس این همه سر صدا را انداختید؟ خب خوردن که خوردن، تو خلافت دنیایی رو خوردن، حضرت علی تو خونه نشسته بود، امام بود. اجازه به جواب دادم. برای اینکه رو حرف پیامبر پا گذاشتن، در حرف پیامبر گوش پس خلافت دنیوی، حکومت دنیوی در اصل دستور پیامبر بوده. چیزی که دستور پیامبر بوده پس این دنیایی نیست، این اخرویه. شما دارید به پیامبر توهین میکنید. نه آقای انصاری، وقتی پیامبر میفرماید من دو چیز در میان شما برید. عزیزم اول این دو چیز رو بذار، شما اول این جواب سوال من رو بده. شما فرمودید پیامبر گفته که اینا رو قول پیامبر پا گذاشتن، به خاطر همین کافر شدن و منافق شدن و هر چی که دهنتون میاد میگید. پس در حقیقت حکومت و خلافت بعد از پیامبر هم دنیوی بوده هم اخروی بوده، چون پیامبر هیچ وقت مسئله دنیوی رو نمیاد در موردش این همه به صراحت صحبت بکنه و این همه پافشاری بکنه. عزیزم ببین دوست عزیز، همون که کنارتون نشسته داره به یاد میده، گوشی رو بده دستش که من راحت‌تر بتونم باهاش صحبت بکنم. شما از این شاخه من صداشو شنیدم، بینندگان عزیزم شنیدن. خب ادامه بدید. خب مشکل نیست. میبخشید. دلیل نیست که یک امامی به امامت نمیرسه. حضرت زکریا هم پیامبر خدا بود، قوم بنی اسرائیل مصلحش کردن، بدنش رو از وسط بریدن. درست. چقدر پیامبر بود که گردن زدن قوم بنی اسرائیل. آیا حضرت یونس رفت خونه نشست تا گردنش رو نزنند، یا که مردانه اومد در وسط مردم تبلیغ کرد تا اینکه به خاطر دینش مصلح شد، تیکه تیکه شد؟ پیامبران الهی الله سبحانه و تعالی به اونا امر کرده که ابلاغ رسالت بکنید، والله یعصمکم من الناس. الله سبحانه و تعالی حفظشون میکنه. الذين يبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا غیره. کسانی که رسالت الله سبحانه و تعالی رو میرسانن، اونها فقط از الله میترسن، از کسی دیگه نمیترسن. این علی که شما دارید به مردم معرفی میکنید یک علی ترسو و بزدل بود که 25 سال تو خونه نشست، ابلاغ رسالت نکرد.
اون امری رو که پیامبر، اون حقی رو که پیامبر بهش داده بود، اون حقش رو نتونست بگیره. اولا توهین نکنید. ببینید من توهین نمی کنم، چون علی که شما دارید به مردم معرفی می کنید با علی که ما میشناسیم، ابن عم پیامبر، علی مرتضی شیر خدا، این دو شخصیت جداگانه است. آقای انصاری اگر از حضرت علی فقط دست به شمشیر نبردن به خاطر منافع اسلام بود، چون اسلام نوپا بود اون زمان، ولی شما ببینید وقتی که حقشو می‌خواستن. کدوم اسلام؟ شما همین الان گفتید که اینا رو قول پیامبر پا گذاشتن، اینا اسلامو نابود کردن، اینا فلان کردن، اینا یک مش کافر بودن مسلمان. شما میگید که اصلا اینا مسلمان نبودن. چرا دروغ می‌بندید؟ نگفتید الان که معاویه مؤمن نبوده؟ نگفتید که معاویه مؤمن نبوده؟ نگفتید که معاویه مؤمن نبوده؟ پیامبر نفرینش کرده. پیامبر گفته اگر معاویه سبحان الله. شما ببینید از حرفتون برنگردید. شما در صحبتاتون گفتید که معاویه مؤمن نبوده. شما از کدوم اسلام صحبت میکنید که روی منبر مسجد بکشیدش؟ نه جواب من تشکر میکنم. شما ببینید بیننده گرامی، وقتی که نمیتونید من تشکر میکنم از شما. من تشکر میکنم. ببینید شما تناقض در تناقض، یعنی از یک طرف میگید خب معاویه مؤمن نبوده. اگر معاویه مؤمن نبوده، العیاذ بالله کافر بوده، پس حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه خلافت رو واگذار کرده به یک انسان کافر. بعد از اون کشته شدن سیدنا حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه و شهادتش و شهادت یارانش در کربلا، سبب این جنایت هم حسن ابن علی بوده علیه بالله، چون که اگر ایشون خلافت رو واگذار نمی‌کرد به معاویه، حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه در کربلا به شهادت نمی‌رسید. بعد اینجا میگن نه اینجا این خلافت قضیه دنیوی بوده و اخروی نبوده، والا هر کی میتونه خلیفه بشه و هر کی میتونه تو خونش امام باشه. اگر این حرف شما رو قبول کنی، پس اینا سر صدا رو انداختید، آهای غصب خلافت کردن، آهای حق علی رو خوردن، آهای ریختن، بردن، شکستن. پس علی هم تو خونه مینشست، امامت و خلافتش رو میکرد، ابوبکر و عمر و عثمان هم خلافت دنیویشون رو میکردن. برید کمی فکر بکنید با خودتون، این تناقضاتتون رو حل بکنید، بعد زنگ بزنید که با هم بتونیم بحث علمی بکنیم، از این شاخه به اون شاخه نپرید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم برادر بزرگوار. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نصیحت من این روافض هست، بیشتر از این شما دشمنان حضرت علی رضی الله تعالی عنه هست، بیشتر از این بر علیه حضرت علی صحبت نکنید. روافض روافض بربدی ها کردن عادت، دلیلش فحش و بهتان و افترا و تهمت. دروغ از خصلت روافض است. روافض عین خوارج است. روافض ندارد باک بر ناموس خاتم، برای همیشه هست خار و ذلیل در لباس ماتم. مرحبا بر دست اندرکاران مصالحه، درود الله بر شما و استادان برحق. استاد بزرگوار، اولا سوال من از این آخوند مزدور مشرک افغانی هست که در کشور ما ایران آمده، با چه حقی آمده و توهین به مقدسات مسلمانان میکنه. ثانیاً اگر جرأت داره بیاد دروغ‌های استادش آقای قزوینی رو جواب بده که در شبکه وسائل حق پخش میشه. درست کاملا. ثالثاً اگر واقعا 100,000 نفر از اصحاب رسول الله همراه بودن در غدیر، چرا حداقل 10 تا از آنها هرگز اظهار نکردند که جانشینی بلا فصل رسول الله صلی الله علیه و سلم مخصوص علی رضی الله تعالی عنه. بله. رابعاً چرا حضرت علی رضی الله تعالی عنه به اندازه این روافض با وجودی که زبانش عربی بود و خودش عرب بود نمیدانست و هرگز به این استناد نکرد که من امامت عندالله هستم. درست. بعد پنجمین که اگر واقعا اینا جرأت دارن بیان عقاید پوسیده خودشون رو مثل ازدواج موقت، خمس مفاصل، رجعت، توهین، فحاشی به زنان رسول الله و صحابه رسول الله و امامت الهی رو نه از قرآن و سنت بلکه بیان از فرامین حضرت علی ثابت بکنن. چرا اینا از دلیل خارن؟ ما در نتیجه ما نتیجه بگیریم این روافض در حال غرق شدن هستند. همانند کسی که در حال غرق شدن در داخل آب به خشخاشات هم سنگ میزنه. قابل از اینکه این خشخاشات خودشون نیاز دارن که یک نجات دهنده دارن باید پیدا کنن.
تشکر از شما. تشکر برادر عزیز گرامی. تشکر. من خواهش میکنم در مورد جنسیت های انسان ها صحبت نکنید. افغانی هست، ایرانی هست، پاکستانی هست، سعودی هست. این مسائل اصلا قابل اهمیت نیست. اما اون شخصیت انسان هست، اون علم انسان هست، اون معرفت انسان هست که مهم هست. الله سبحانه و تعالی میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ایشون خب سر سفره مکارم شیرازی و قزوینی که بزرگ شده، بیشتر از این نمیتونید شما ازش توقع داشته باشید. اما الله سبحانه و تعالی همونطوری که اینا رو از کتاب‌های خودشون داره رسوا میکنه، روافض رو، این آخوندار هم داره از شبکه‌های خودشون رسوا میشن. چون سیدنا امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه میفرمایند شما بر دین هستید ای روافض که اگر این دینتون رو آشکار بکنید خداوند شما رو رسوا میکنه و اگر پنهان بکنید خداوند به شما عزت میده. این تا وقتی که شبکه نداشتن، تا وقتی که مسائل تو شبکه‌ها مطرح نمیکردن، همون شعارهای دروغین وحدتی که میدادن مردم فریبشون رو خورده بودن، به اینا احترام میگذاشتن. بعد از اینکه شبکه‌هاشون اومد حقیقتشون برای مردم آشکار شد و مردم اینا رو شناختن که تابع چه دین و مذهبی هستن. بعد سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد انصاری خوب هستید؟ صحت شما خوب است؟ سلامت باشید بیننده گرامی. بفرمایید، صدا شما داره پخش میشه. نعمت الله از بلوچستان پاکستان هستم. بفرمایید برادر عزیز نعمت الله. می‌خواستیم که در موضوع یک کمی صحبت کنیم. اول معذرت از شما و از تمام بینندگان می‌خوایم که فارسی گفتن ما یک کمی چون اگر کدام غلطی و کیبلری یا گرامر شه ما معذرت می‌خوایم. بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید. در بابت همون موضوعی که فعلا جریان دارن در بابت روافض و اینا که مثلا اینا میگن که همو ولایت از حضرت علی رضی الله تعالی عنه و دیگر اصحاب کرام که حضرت ابوبکر و حضرت عمر عثمان رضی الله عنه اینا مثلا از اینا که قبضه میگین یا چی میگین و را غصب کردن. بله بله. برای یک چند لحظه اگر مثلا ما تا اینا موافق شیم که باشن سیدن اونا از اینا هموی ولایت یا از خلافت را غصب کرده بودن، حال امیر روافض که مثلا با زبان اینا بد بری اصحاب کرام رضی الله عنهم میگوین و چی میگن، بر اینا چی فایده میکنه یا بر اونا چی نقص میکنه؟ درست، کاملا. اگر امیتر باشن باید اینا همون چیزی اصلیت که باشه همو را برای همه مردم بگوین. سیستن اگر هم برای یک چند لحظه ما که اینا برای همون چیز موافق میشن سیستن همو خلافت از حضرت علی رضی الله عنه دیگر تا بکرام آغاز کرده بودن. بانش به قضاوت الهی بانش از کتی هر کس حساب میشه، کتی هر کس چیز میشه. اینا خودشان با یک راه بسیار غلط میبرن که متاسفانه دیگه مردمان که علم ندارن و فهم ندارن و نارم همراه خود به نار جهنم غرق میکنن. درست کاملا درست میفرمایید. اینمی پیام ما بودن استاد، خداوند شما را موفق و کامیاب و سربلند داشته باشد. جزاکم الله خیر. تشکر از شما بیننده گرامی. الله متعالستون کنه. تشکر از شما. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. باز برمیگردیم به همون موضوعی که در شروع برنامه ما در موردش صحبت کردیم و اون بیننده عزیزمون فکر کنم آقا امین بودن از تهران صحبت کردن که وقتی که قرآن رو شناختن برگشتن به اسلام ناب، برگشتن به اسلام واقعی. همه مشکلاتی که من در تایید صحبت‌های برادر عزیزمون از بلوچستان پاکستان که زنگ زده بودن بیننده اخیر، در تایید صحبت‌های ایشون میگم که مشکل همه اینا برمیگرده به بیگانگی از قرآن، نشناختن قرآن. اگر قرآن رو بشناسن هیچ وقت دچار این گمراهی نمیشن. ببینید قرآن کریم همه این مشکلات رو حل کرده. همینایی که امروز میان بد و بیرا به ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و غیره رضی الله عنهم اجمعین میگن، اینا قرآن رو نشناختن. اگر قرآن رو میشناختن، در قرآن کریم ما سوره حشر را داریم. در سوره حشر الله سبحانه و تعالی روش تعامل ما با گذشتگانمون رو برامون بیان میکنه. جالب است نه تنها روش رو بیان میکنه، میاد تزکیه میکنه کیا رو؟ یاران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو که اونها چه انسانهایی بودن. دوستان عزیزمون در اتاق فرمان اگر بتونن تصویر لپتاپ من رو نشون بدن که من این
آیات رو از مصحف نشون بدم و ترجمهش هم براتون بخونم تا مشکل خیلی از دوستانمون در این زمینه حل میشه. الله سبحانه و تعالی در این آیات مبارک در آیه 8 سوره حشر، در اینجا الله سبحانه و تعالی میاد برای ما بیان میکنه که للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم، برای اموال فی، اموال غنیمت، برای فقرای مهاجرین است که از خانه و اموالشان بیرون رانده شدن. این آیه میاد چیکار میکنه؟ تزکیه میکنه، تعریف میکنه از مهاجرین. مهاجرین کیا هستن؟ علی است، ابوبکر است، طلحه است، زبیر هست، عثمان هست، همینه که شما باش کینه دارین. اینا مهاجرین هستن. اینا کسایی که الله سبحانه و تعالی اونا رو در قرآن اومده تزکیه کرده. گروه بعدی کیا هستن؟ الله سبحانه و تعالی در آیه 9 سوره حشر والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم، گروه دوم کسانی هستند که پیش از آنان در دیار خود که اهل مدینه انصار در دیار خود از اونها استقبال کردند، در اونجا جای گرفتن، مسلمان شدن و ایمان آوردن به پیامبر صلی الله علیه و سلم، کسانی را که به سویشان هجرت کنن دوست می‌دارن. چی میگه؟ یحبون من هاجر الیهم، کسانی رو که به سویشان هجرت کنن دوست دارن. ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا، و در دلهایشون نسبت به اونا هیچ احساس حسد و کینه نمی کنن. تا آخر آیه. میریم به آیه بعدی. آیه بعدی برای کیه؟ برای کسانی که بعد از مهاجرین و انصار اومدن، برای کسانی که در تا روز قیامت بعد از مهاجرین و انصار، بعد از بزرگان صدر اسلام میان. آیه بعدی رو با هم میخونیم. والذین جاءوا من بعدهم، کسانی که بعد از آنها یعنی بعد از مهاجرین و انصار میآیند، چی میگن؟ یقولون ربنا، میگن پروردگارا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، پروردگارا ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، و در دلهای ما نسبت به کسانی که ایمان آوردن کینه قرار نده. نرو، لعن نکن، نفرین نکن. اسلام دین لعن و نفرین نیست، اسلام دین کینه و بغض و عداوت نیست. آخون میگه لعن بکن، الله سبحانه و تعالی میگه ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. قرآن میگه در دلهای ما نسبت به مؤمنین کینه و بغض و عداوتی قرار نده. میدونید هر آیه‌ای که میخونید در قرآن میگید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، ای مؤمنان. مخاطب این آیه کیا هستن؟ در قرآن از اول تا آخرش، از سوره حمد تا سوره ناس، هر یکی میگه یا ایها الذین آمنو، میدونید مخاطب کیا هستن؟ ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، طلحه، زبیر، خالد ابن ولید، همه اینایی که شما به اونا بغض دارید. بعد ادامه چی میگه؟ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. پروردگارا تو بیگمان تو رؤوف و مهربانی. اینا کسایی هستن که بعد از صحابه و بعد از یاران رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در آیات 7 و 8 الله سبحانه و تعالی تعریفشون میکنه، در آیه 9 8 و 9 و در آیه 10 میاد وظیفه ما بعد از اونا رو بیان میکنه که ما باید دعا بکنیم که پروردگارا در ما را ببخش و برادرانمان که در ایمان از ما سبقت گرفتن و در دلهای ما نسبت به آنها کینه و بغض و عداوتی قرار نده. الله اینو میگه، آخون میگه نه، عید الزهرا برگزار بکنید، تو حسینیا برید لعن و نفرین بکنید، به همسر پیامبر توهین بکنید. من بارها گفتم تا هنوز هیچ یه جواب من رو نداده. شما رو به خدا، شما رو به اون مقدساتی که ایمان دارید در طول زندگیتون یک روز دیدید که قزوینی، اللهیاری، آخوندهای که در شبکه‌های فتنه افکن رافضی دارن فعالیت میکنن نشسته باشن ویژه برنامه‌ای گذاشته باشن در مورد ابولهب؟ گذاشتن؟ ویژه برنامه‌ای گذاشته باشن در مورد ابوجهل؟ ویژه برنامه‌ای گذاشته باشن در مورد امیه ابن خلف؟ ویژه برنامه‌ای گذاشته باشن در مورد بنی نذیر و بنی قریظه و کعب ابن اشرف سران مشرکین، عبدالله ابن ابی ابن سلول؟ نه، اینا که از دین و مذهب خودشون هستن. ابو لهب و ابو جهلی که بر پشت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شکمبه شتر رو گذاشتن، ایشون رو اذیت کردن، با سنگ زدن، سر راهشون خار انداختن، یارانشون رو به شهادت رساندن، از شهر و دیارشون اخراج کردن. آیا شبکه ولایت و اهل بیت برنامه گذاشته برای اونا؟
نه، برنامه‌شون در مورد کیه؟ کسی که با پیامبر هجرت کرد، کسی که ایران و یمن و شام و عراق رو فتح کرد، در مورد عمر، در مورد عثمان، در مورد طلحه و زبیر، در مورد اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روزانه دارن صحبت میکنن. چرا؟ چون حقد اینا، کینه اینا نسبت به اسلام هست. اینا که ناقلین اسلام هستن، ناقلین قرآن هستن، قرآن و اسلام رو به ما رسوندن، اینا رو هدف قرار دادن تا اسلام رو بدنام بکنن. هدف اصلی اسلام هست. شما وقتی در مورد ناقلین اسلام شک کردید، طبعا به اسلام شک میکنید. این قرآنی که امروز به دست ماست توسط همینا به ما رسیده. شما دارید به ناقلین قرآن فوش میدید، شما دارید به ناقلین قرآن توهین میکنید. معاویه که شما میگید که مؤمن نبود، منافق بود یا کافر بود، معاویه کاتب همین قرآن است، یکی از کاتبین همین قرآن است. و همین معاویه‌ای که شما بهش میگید که مؤمن نبود، همین معاویه کسی است که حسن ابن علی باش میشینه برای مصلحت اسلام، برای اینکه معاویه در راه دین داشت شمشیر میزد. کسانی که در مورد بنی امیه صحبت میکنن، ما کاری به جنایات یزید و بعضی از حکام بنی امیه نداریم. همین بنی امیه که به طور عام همه اینا رو مورد هجوم قرار میدن، اینا کسایی بودن که برای اسلام شمشیر زدن. این مصر امروزی، شمال آفریقا، همه این کشورها رو فتح کرد بنی امیه بودن. پس دشمنی معاویه و عمر و ابوبکر و طلحه و زبیر و عایشه و حفصه، اینا همه بهانه است. هدف اصلی اون دین مبین اسلام است که اینا هدف قرار دادن. دوستان عزیز، یکی از کلیپ هایی که خدمت شما عزیزان پخش میکنم، کلیپ شماره 502 دوستان عزیز، تلبیسی است از آخوند رافضی در نقل از کتب اهل سنت. کلیپ 502 رو میگیریم و بعد از اون انشاءالله تماسهای شما عزیزان رو خواهیم داشت و صدای گرم شما عزیزان رو خواهیم شنید. با ما همراه باشید. تلبیس آخوند قزوینی در نقل امام ذهبی از غالبی. ما هذه الرقائق التي تحدث بها، این عبارت ها، روایت هایی که خیلی ضعیف است و بی اساسه، اینا چی نقل میکنی؟ این آقا برگشت گفت وزعناها، ما این روایت رو از خودمون جعل کردیم، لنرقق بها قلوب العامه، تا اینکه قلوب مردم رو یه مقداری نرم کنیم، آرام بکنیم نسبت به جناب ابوبکر و عمر، اینها رو متمایل. ببینید بینندگان گرامی، الرقائق در زبان عربی به روایاتی گفته می شود که برای نرم ساختن دلها و نزدیک کردن به الله متعال از آن استفاده می شود، که شامل موارد گوناگونی در زمینه اعتقادی، اخلاقی و معنوی به مانند تقوا، صبر، توکل، گریه از ترس الله متعال و امثال ذالک است که انسان با خواندن آن دلش نرم می شود. اما جناب آخوند قزوینی آن را سخنی برای نرم کردن دل عامه در پذیرش خلافت ابوبکر رضی الله عنه ترجمه و تفسیر می کند. باز ذهبی برای شما عرض کنم، میاد در شرح حال احمد ابن محمد ابن غالبی غلام خلیل، برای شما عرض کنم عجیبه. میگه راوی میگه به غلام خلیل احمد ابن محمد گفتم ما هذه الرقائق التي تحدث بها، این عبارت ها، روایت هایی که خیلی ضعیف است و بی اساسه، اینا چی نقل میکنی؟ این آقا برگشت گفت وزعناها، ما این روایت رو از خودمون جعل کردیم، لنرقق بها قلوب العامه، تا اینکه قلوب مردم رو یه مقداری نرم کنیم، آرام بکنیم نسبت به جناب ابوبکر و عمر، اینها رو متمایل. ببینید میگه ما این روایت را برای شما عرض کنم جعل کردیم تا مردم را به طرف دین و دیانت و اسلام و خلفا
جذب کنیم، جلب بکنیم. خب بفرمایید. بینندگان گرامی، در این سخن وقتی از غالبی پرسیده می شود چرا این احادیث را ساختی، می گوید برای نرم کردن دل مردم که مراد از آن در باب معنوی می باشد و نه در مورد خلافت ابوبکر رضی الله عنه. و از آنجایی که این راوی یک روایت در فضائل ابوبکر رضی الله عنه دارد، جناب قزوینی آن عبارت را کنار این مطلب ذکر می کند تا برای بینندگان توهم ایجاد کند که تمام فضائل نقل شده در مورد ابوبکر صدیق رضی الله عنه ساختگی می باشد. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. کلیپ بعدی کلیپ دروغ و خیانت، کلیپ شماره 510. این کلیپ آخرین کلیپی خواهد بود که در این برنامه پخش میشه. دوستان عزیز کلیپ شماره 510 رو پخش بکنن و بعد از اون ان شاءالله تماس بینندگان عزیز و گرامی رو خواهیم داشت. دروغ و خیانت. یا اگر واقعا کسی بیاد بگه یا علی یا حسین یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم این واقعا مشرک هست، مرتد، خب اولین مرتد، اولین مشرک آقای ابوبکر خلیفه اوله. خب این دیگه ما که نقل نکردیم، در صحیح بخاری جاهای دیگر آقای زینی دهلان در کتاب الدرر السنیه همون اوائلش صفحه 34 میگه پیغمبر اکرم که از دنیا رفته بود، ابوبکر آمد و برگشت گفت به ابی و امی تبت حیا و میتا اذکرنا یا محمد عند ربک. یا محمد گفتن اگر واقعا شرکه ارتداد داره ولو بعد از رحلت پیغمبر، خب بفرمایید نسبت به این برنامه که آقای زینی دهلان میاره با بررسی سندی و تصحیحش. آقای قزوینی، بازم مرتکب خیانت علمی شدید و دروغ گفتید. چنین روایتی اذکرنا یا محمد عند ربک نه در صحیح بخاری و نه در هیچ کتابی از کتابهای حدیثی معتبر اهل سنت وجود ندارد و این دروغی بیش نیست که شما به اهل سنت نسبت می دهید، بلکه روایت چنین است: فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ابوبکر رضی الله عنه آمد و پارچه را از صورت مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کنار زد و ایشان را بوسید و فرمود: پدر و مادرم به فدایت، پاک زیستی و پاک از دنیا رفتی. قسم به الله تعالی که جانم در دست اوست که دوبار طعم مرگ را به تو نخواهد چشاند. صحیح بخاری جلد 5 صفحه 6 حدیث 3667. و اگر زینی دهلان در کتاب الدرر السنیه فی الرد علی الوهابیه به این روایت افزوده و آورده است اذکرنا یا محمد عند ربک، جای تعجب نیست، زیرا زینی دهلان هم مانند شما در دروغگویی مهارت خاصی دارد. وانگهی نه زینی دهلان برای اهل سنت حجت است و نه کتابش از مراجع حدیثی و معتبر در نزد اهل سنت است. اگر شما واقعا راست میگویید که این اعتقاد شما درباره توسل صحیح است، پس چرا دلیل از قرآن کریم و یا اقوال ائمه علیهم السلام و یا از احادیث گوهربار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که با سند صحیح ثابت شده باشد نمی آورید و به روایات دروغین امثال خود متوسل می شوید؟ قل هاتوا برهانكم
بگو اگر راست میگویید دلیلتان را عرضه کنید. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. ما انشاءالله دقایقی تا پایان برنامه که مونده اختصاص میدیم به شما عزیزان تا صدای گرم شما بزرگواران رو بشنویم و دوستان عزیزم شماره تلفن برنامه رو زیرنویس خواهند کرد تا عزیزانی که دوست دارن در مورد کلیپ هایی که در برنامه پخش شده صحبت بکنن انشاءالله صدای گرمشون رو داشته باشیم. بله سلام علیکم، بفرمایید. برنامه وصاله شبکه وصال حق، بفرمایید. با آقای انصاری کار داشتیم، میتونیم باید صحبت کنیم؟ بفرمایید، صدا شما داره پخش میشه. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ ابوبکر هستم، من سفرالله آقای انصاری. خسته نباشید، حالتون چطوره؟ سلامت باشید. بفرمایید بیننده گرامی. خواستم از برنامه خودم تشکر کنم. ممنون از برنامه خودم آقای انصاری، متشکرم. تشکر از شما. زنده باشید برادر عزیز. درود از سلام محمدی می‌خواستم واسه پخش کنید. به اردو که هست؟ سرود. سرود از سلام محمد بوبکر عمر فعالی می‌خواستم سرود واسه پخش کنید آقای انصاری. باش. من دوستان عزیز در اتاق فرمان اگر بتونن این سرود رو آماده بکنن که بعد از پایان برنامه پخش بشه. سرود اصحاب رسول الله به زبان اردو. تشکر. خداحافظ شما. تشکر می‌کنم از شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. بله بفرمایید. الحمدلله. بفرمایید بیننده گرامی، صدا شما داره پخش میشه. میخواست یکم سوال بکنم. برنامه پرسش و پاسخ روزهای دوشنبه ساعت 7:30 به وقت تهران. برنامه پرسش و پاسخ که میتونید سوالات شرعیتون رو در اون مطرح بکنید روز دوشنبه ساعت 7:30 شب به وقت تهران. بله تشکر میکنم از شما بیننده گرامی. زنده باشید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، با برنامه وصال حق صحبت کنید. بله وصال حق، بفرمایید، صدا شما داره پخش میشه. من خواهش میکنم اگر لطف کنید دوباره تماس بگیرید، صدا شما واضح نیست بیننده گرامی. دوستان عزیز صدای بیننده گرامی واضح نبود، به خاطر همین من قطع کردم. بله سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی، لطفا صدای گیرندتون رو ببندید. آقا خوبی؟ سلامت باشید. خوبی آقا؟ بله بفرمایید. من میخوام خیلی وقت من میخوام تماس بگیرم ولی نتونستم تماس بگیرم. بله بفرمایید، الان شما تماستون برقراره، میتونید صحبت بکنید. الان تماس برقراره. الان بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. شبکه وصال حق، بفرمایید، صدا شما داره پخش میشه. متاسفانه این هفته تماسایمون از ایران اشکال داره و صدا نمیاد اکثر تماسایی که ما از ایران داریم. بله سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. وصال حق آقا انصاری. بفرمایید دکه تاجیک، صدا شما داره پخش میشه، بفرمایید. جزاک الله خیرا. خیلی متشکرم از برنامه زیبای شما. سلام. انشالله. بله بله صدا شما داره پخش میشه، بفرمایید.
جزاک الله خیر میگم. و ایاکم. تشکر از شما بیننده گرامی، بفرمایید. خب شما خیلی دوست دارم ان شاء الله. سلامت باشید. الله متعال شما رو دوست بداره. بسیار دستون درد نبینه برای شیطانم مبارزه انواره ان شاء الله. زنده باشید. خب کتر خیجانم بخشید. الله متعال حفظتان کنه. تشکر از شما برادر عزیز تاجیک. جزاک الله خیر. حیاکم الله. تشکر از شما. الله متعال حفظتان کنه. خدا نگهدار شما. سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید برادر همسری. سلامت باشید، بفرمایید. صدا شما داره پخش میشه. همسری دست شما در نکنه، از شما تشکر میکنیم. سلامت باشید، تشکر از شما. به شما بزرگکنان تاریخ. سلامت باشید، سلامت باشید بیننده گرامی. الله متعال حفظتون کنه. قربان شما، دست شما در نکنه، زنده باشین. زنده باشید، سلامت باشید. تشکر از شما، تشکر بیننده گرامی. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. لطفاً صدای گیرنده‌تون رو ببندید بیننده گرامی. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید بیننده گرامی. سلامت باشید، بفرمایید. خواستم یک سرود ما در رابطه با خلفای راشدین صحابه. بله. الو. بله لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید، از طریق گوش تلفن صحبت کنید، بفرمایید. خواستم یک سرودی هست در رابطه با خلفای راشدین، در رابطه صحابه کرام. بله. خواستم ایمیل کنم با استاد باشه. بله به همین ایمیل برنامه live@wasalf.tv، به همین ایمیلی که زیرنویس الان، به همین ایمیل بفرستید، ان شاءالله برامون میرسه. انگلیسی که زیرنویس بشه؟ بله بله. با این وقت بفرستم ها؟ بله. تشکر. سلامت باشید. خدا زنده باشید. خدا نگهدار شما. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله جناب آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری ببخشید من سلام عرض می‌کنم خدمتتون مجددا. به حضور شما عرض کنم که علیکم السلام و رحمت الله. در رابطه با آیه 9 حجرات فرمودید که در طایفتان در قرآن کریم. بله. اونجا در حدیث بخاری، بله. حدیث شماره 263 جلد 3. بله. به حضور شما عرض کنید که اونجا شأن نزول این آیه را اینجوری توضیح میدن که آقای انس بن مالک روایت کردن که اصحاب پیامبر گفتن که یا رسول الله ای کاش بتونیم بریم با آقای عبدالله ابن ابی صحبت کنیم بلکه ایشون به راه بیان به اسلام بیارن. حضرت رسول الله خلاصه بر مرکب خودشون سوار شدن، با اصحاب حرکت کردن به سمت آقای عبدالله ابن ابی. وقتی رسیدن اونجا پیش آقای عبدالله ابن ابی، اونجا عبدالله ابن ابی اهانت کرده به حضرت رسول الله، فرمود که خلاصه این مرکب شما بو میده. درست. بعضی از اصحاب فرمودن که به اصطلاح بوی مرکب حضرت رسول الله بهتر از مثلا وجود توه. به حال حرفشون شد، با هم دیگه دعواشون شد، بعد به هم دیگه سنگ برانی کردن، خلاصه درگیر شدن اصحاب پیامبر با اون اصحاب آقای عبدالله ابن ابی. بله. این آیه 9 حجرات نازل شد. شأن نزول آیه 9 حجرات اینا بخاری نقل کرده اینا. بله شما نص روایت رو در صحیح بخاری بخونید، من اینجا جستجو بکنم. کجاشو بخونم؟ خود روایت رو عربیشو بخونید. حدیث شماره 2691 بخاریه.
بخونید روایت رو بخونید. حدثنا مسدد. بله. حالا میاد اونجا میگه لو اتیت عبدالله ابن ابی. بله. فانطلق الیه النبی. بله. و رکب حمارا. بله. با همین 4 جمله رو بزنید میاد دیگه تو بخاری جلد 3. دوستان عزیز در اتاق فرمان لطف کنن تصویر لپتاپ رو داشته باشن که ما این روایتی که ایشون میفرماید رکب حمارا. میخواید بقیه‌اش هم بخونم؟ بله. بخونم؟ این روایتی است که دوستان عزیز در اتاق فرمان نشون بدن. اخبرني اسامه بن زید ان النبي صلی الله علیه و سلم رکب حمارا علیه اکفاف. تا پیامبر صلی الله علیه و سلم الاغی رو سوار شدن که رون یه قطیفه بود، یعنی پارچه مخملی بود که و تا به اینجا که بعد از قضیه بدر بود تا اینکه گذشتن به مجلسی که در بین مسلمین و مشرکین بود. تعدادی از کسانی که بت پرست بودند و یهود هم در بین اونها داشتن و در بین اونها عبدالله ابن ابی بن سلول بود و در این مجلس عبدالله ابن رواحه هم بود. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از کنار این مجلس گذشتن، عبدالله ابن ابی صورتشو پوشاند و بینیشو و گفت که بر ما، یعنی اینجا گرد و خاک به هوا شد و این بدش اومد. پیامبر صلی الله علیه و سلم به اونا سلام داد، بعد ایستادن. پیامبر صلی الله علیه و سلم اونا رو دعوت کرد به سوی الله و قرآن برای اونا خواند. عبدالله ابن ابی ابن سلول گفت که ایها المرء لا احسن من هذا ان كان ما تقول حقا فلا توزینا فی مجالسنا. اگر تو فکر میکنی که چیزایی که تو میگی درست است، ما رو در این مجالسمون اذیتمون نکن و برگرد با این سواری که داری. خب و من جاءک منا فقصص علیه قال عبدالله بن رواحه. عبدالله بن رواحه در ادامه روایت میگه که ما این رو دوست داریم. عبدالله بن رواحه میگه که ما همین گرد و غباری که به اصطلاح هست رو دوست داریم در مجلسمون. در اینجا بین مسلمین و مشرکین و یهود درگیری شد تا اینکه فرمان انزل نبی صلی الله علیه و سلم در اینجا این مسئله که شما میگید حتما وجود نداره. فقال ای سعد اینجا هستش دیگه. کجاست؟ با همه اون حدیثی که شما میخونید ببینید عزیزم، این حدیثی که شما فرمودید الان تو صفحه تلویزیون هست، بخونید شما. ببینید من این ترجمه‌ش هم هستش، خودش هم هست حدیثش. عزیزم ترجمه قزوینیه یا ترجمه مکارم شیرازیه؟ این صحیح بخاری حدیث 6254. اینم نص روایت. بخونید شما، من نمیخونم، شما بخون. این کتابی که شما دارید ازش نقل میکنید چه اسمش چیه؟ کتاب حدیث بخاریه دیگه، صحیح بخاری. عزیزم دروغ نگید، راست بگید. از کجا دارید نقل میکنید؟ من از کتاب صحیح بخاری حدیث شماره 2000. عزیزم شما دارید دروغ میگید. صحیح بخاری کاملا عزیزم شما دروغتون همینه که صحیح بخاری تا حالا کاملا ترجمه نشده. اون که ترجمه شده مختصر صحیح بخاری است. بگید از کدوم کتاب دارید نقل میکنید. عزیزم من کار دارم. ببینید من شما حالا شما اجازه بدید. عزیزم شما دارید از کجا نقل میکنید؟ خب راست بگید، چرا میترسید؟ من چرا نمیترسم؟ خب از کجا دارید نقل میکنید؟ شما دروغ میگید صحیح بخاری ترجمه نشده به فارسی. چرا ترجمه شده؟ من ترجمه مختصر صحیح بخاری هست عزیزم، مختصر صحیح بخاری ترجمه شده، کل صحیح بخاری ترجمه نشده. مختصر بخاری چیزی هست آقای عزیزم بخونید که از کجا دارید نقل میکنید اینو. من از کی مترجم عبدالعلی نور احراری جلد 3 خب انتشارات شیخ الاسلام احمد جان صحیح بخاری. بله صحیح بخاری. خب این روایتی که شما میگید در اینجا نیست.
مال شما این روایتی هست که من چند جا دیدم اینو، تو کتاب دیگه هم هست. حالا من شما اینو که نگاه کنید، این اصلا آخرش همین چون روایت ها مختلفه. تو عزیزم خب روایت ها مختلف نیست. برگردیم سر همون آیه. شما روایت رو بذارید کنار. عزیزم برگردیم سر روایت. الله سبحانه و تعالی خیلی واضح و آشکار میگه که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو گروه از مؤمنان با هم جنگیدن. یعنی الله سبحانه و تعالی اونجا عبدالله ابن ابی و یهودی که بودن اونا رو مؤمن خطاب کرده؟ من نمیدونم. نه عبدالله شما دارید خلاف میگید. اون آیه اصلا من همینا میخوام بگم به شما که اصلا آقای معاویه در گروه مؤمنین نبوده. ما در بخاری یکی جای دیگه هم داریم که خصلت‌های منافقا اونجا نقل میکنه بخاری که 4 خصلت منافق، یکی سخن دروغه، یکی وعده خلافه، یکی عهد شکنه. شما قبول دارید که معاویه عهد کرد با حضرت امام حسن که خلافتش جانشین برای خودش نگذاره. عزیزم شما ببینید از این شاخه به اون شاخه نپرید. جواب سوال من رو بدید که شما که وقتی میگید که معاویه کافره، معاویه منافقه، یعنی امام حسن شما میگید که علم غیب داشت. اگر امام حسنی که علم غیب داشت میدونست که معاویه بعد از اون خلافت رو واگذار میکنه به پسرش یزید، خب چرا باش صلح کرد؟ شما فرض کنید من یه آدم مسیحی ام، دارم از شما سوال میکنم چیکار دارید که من شیعه هستم؟ عزیزم شما این تناقض داره با عقیده شما که میگید اهل بیت غیب میدونن، پس اهل بیت غیب نمیدونن. اگر بخوایم این حرف شما رو باور بکنیم پس اهل بیت غیب نمیدونن. آقا همسایه گوش بدید، اجازه بدید من صحبتم تموم. من اصلا مسلمون شیعه به قول شما نیستم. من یه مسیحی ام. میگم آقا شما پس مسیحی هستید. شما ببینید شما مسیحی هستید به قرآن. عزیزم شما عزیزم وقتی مسیحی هستید پس کاری به قرآن و به روایت ما نداشته باشید. شما از تورات و انجیل صحبت بکنید. من تشکر میکنم. 3 دقیقه از وقت برنامه هم گذشته. از همه عزیزانی که ما نتونستیم صداشون رو بشنویم و منتظر موندم پشت خطای تلفن، از همه عزیزان من معذرت میخوام. وقت برنامه ما به پایان رسیده. تا هفته دیگه که باز هم با آن روی سکه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. همه تان رو به پروردگار متعال میسپارم و خواهش من از برادران شیعه که زنگ میزنن یا این برادر شیعه مسیحی یهودی مثل اینا که زنگ میزنن و میخوان شبهاتی مطرح بکنن، سعی بکنن برن اینو بنویسن، آماده بکنن از مصادر صحیح و از دل خودشون حرفایی در نیارن و تهمت نزنن به بخاری، به مسلم و به اهل سنت تا مثل قزوینی و شاگردانش رسوا نشن. الله سبحانه و تعالی یار و نگهدارتان باد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh